السلام علیکم هموطنان عزیز، بینندگان گرامی. طبق اعلامیه گروه ایجادی پیمان ملی تاجیکستان در پخش مستقیم، رهبری پیمان ملی تاجیکستان اعلان شده بود و اینک برنامه را آغاز میکنیم. هموطنان عزیز، اگر راجع به همین حوادث اخیر در کشور اگر سؤال نظر اگر داشته باشید، لطفاً در چت بنده ارسال نمایید و خدا خواهد که به سمع رهبری پیمان ملی تاجیکستان رسانده می شود و آنها به سؤالهای شما جواب خواهند گفت. اگر از کارگردان خواهش میکنیم که ایشان روی خط باشن، بر روی اکران بیارن. خب، خوش آمدید. منبر از شما دیگر، مرحمت بفرمایید. به نام خداوند بخشنده و مهربان، همدیاران عزیز و دوستانی که در استودیوی مرکزی هستید، یکی شما را شام بخیر میگم و از خداوند منان تمنا دارم که در این ساعتها و لحظه‌های بعدی هم خوش و سربلند باشید. همونطوری که اعلام شده بود، اینک باز یک بار دیگر در خدمت مردم عزیز هستیم و تلاش میکنم در این ساعت اطراف چند موضوعی که امروزها موضوع داغ روز هستند با شما صحبت داشته باشیم و بعدا انشاءالله بعد از مرور به این موضوع ها اگر سوال های از استودیو باشد یا مستقیم از مردم، حتما با آنها قدر امکان جواب خواهیم گفت و با همین بعد صحبت امروز را خاتمه خواهیم بخشید. همدیاران عزیز، در این مدتی که ما تقریبا 2 هفته یا زیادتر در صحبت با مردم نبودیم، یک چند حادثه های مهم در کشور رخ داد و نه تنها در کشور ما بلکه در جهان که بنده لازم دانستم یک چند توی آنها را با شما صحبت داشته باشم. از آن جمله درباره حادثه های اسفره، درباره آن حادثه ناخوشی که در نیوزیلند دیروز رخ داد و این چنین در این دیروز زادروز یکی از ابرمردان تاریخ ملت تاجیک، استاد مرحوم سید عبدالله نوری بود که حتما چند جمله در باره ایشان خواهیم گفت و البته همتون میدانید که این 2 هفته گذشته خبری از همه مهم و حادثه از همه مهم این را بودن عضو شورای پیمانی ملی تاجیکستان، هماهنگساز جنبش مردمی اصلاحات و رشد تاجیکستان شراف‌الدین گدایف بود که بعداً با کمک خداوند پیش از همه بعداً مردم تاجیک و تلاش و زحمت‌های سازمان‌های بین‌المللی با اروپا برگشت. چند جمله در این باره خواهیم گفت و این چنین درباره وضعیت برادر عزیزمون استاد محمد علی حییت و بعضی از مشکلات و حادثه‌ای که در جامعه ما هست. با اجازه شما من شروع میکنم از این 2 موضوع غم‌انگیز که واقعا هم ملت تاجیک را تکان داد و هم جهان را. یکی هم باشد این شهید شدن 2 نفر از هموطنان ما در حادثه واروخی اسفره از طرف مرزبانان قرقیز یا از طرف گروه های جنایتکار و اینچنین زخمی شدن بیش از 20 نفر از هموطنان ما که بنده به نمایندگی از پیمان ملی تاجیکستان و همه حزب و حرکت هایی که شامل پیمان هستند و طرفداران، اعضایان و همه ملت تاجیک تسلیت و تعزیه خود را به اهل خاندان این 2 شهید ابراز میکنم و از خداوند منان برایشان صبر جمیل و برای شهدا جنت الفردوس را تمنا دارم و این چنین تسلیت خود و همپیمانان و مردم شریف تاجیک را به مسلمانان جهان، به خصوص به کشور نیوزیلند و مسلمانان این کشور که عددشون کم نیست، برای این حادثه غم‌انگیز، حادثه تروریستی که دیروز در 2 مسجد این کشور رخ داد هنگام ادای نماز جمعه تسلیت و تعزیه بیان میکنیم و از خداوند منان برایشان جنت الفردوس و برای بازماندگان
صبر جمیل را خواهانیم. این دو حادثه اگرچه در دو گوشه دنیا رخ داد، یکی در تاجیکستان و دیگری در نیوزیلند که حادثه‌های کاملا از یکدیگر فرق کننده هستند، اما یک نکته مشترک دارند. آن هم باشد این روز تا روز بدتر شدن وضعیت بخصوص در مناسبت‌های بین دین‌ها و بین قوم‌ها. حادثه واروخ نتیجه حل نشدن مشکلات بین دو همسایه کشور هست که حالا بعدا در این باره هم خواهیم گفت، این موضوع جدا است و که تنش‌های بین قومی را با وجود می‌آورد که عاقبتش این حادثه‌های پردهشت است. این حادثه کشتار و زخمی شدن هموطنان ما هست که متأسفانه بار اول نیست. حادثه‌ای که در نیوزیلند رخ داد این نتیجه سازش نگرفتن و وجود مشکلات بین دین‌ها هست، نه تنها بین قوم‌ها بلکه بین ادیان، بین فرهنگ‌های گوناگون که نشانش تنها این نیوزیلند نیست بلکه در جاهای دیگر هم ما می‌بینیم. اگر پیشتر مردم بیشتر درباره تروریسم اسلامی صحبت می‌کردن، حالا می‌بینیم که نه، تروریسم نه دین دارد، نه وطن دارد، نه ملت دارد، بلکه آن خاص تمام ادیان و تمام فرهنگ هاست و بیشتر خاص کسانی هست که دور از ارزش‌های دینی و بشری هستند. فرق نمی‌کند چی مسلمان باشد، چی مسیحی یا چی غیر دینی. اما هموطنان عزیز، بیایید این موضوع ها رو کمی مفصل‌تر و با جزئیات بیشتر بحث و بررسی کنیم و آنچه که در واروخ ما رخ داد، در اسفر رخ داد، همونطوری که پیشتر گفتم، نتیجه یک چند عامل است. یکیش حل نشده باقی ماندن مشکلات مرزی از زمان شوروی که باعث آن گشت که کشورهایی که نسبتاً آماده هستند، نسبتاً قوی تر هستند، در این بحث‌های مرزی از حساب کشورهای نسبتاً ضعیف مشکلات خود را حل میکنند و یک مقدار ناعدالتی هم میکنند. تاجیکستان در این مدت، در این بین، چنین بحث‌های مرزی را هم با چین داشت و هم با افغانستان داشت، با ازبکستان یک مقدار داشت که سالهای اخیر خدا را شکر آرامتر است این قسمت و بیشتری بحث‌های ما در این سالهای اخیر با قرقیزستان هست. پیش از آن که وارد بحث من یک نکته را می‌خواستم خدمت هموطنان عرض کنم که ما نباید در این گونه حالت‌ها ملت‌ها و قوم‌های دیگر را گناهکار بدانیم. مثلا اگر وقتی که یک قسم زیادی از تقریباً بیشتر از 1% خاک تاجیکستان به جمهوری خلقی خیتای داده شد، یک عده از هموطنان ما شروع کردن به سنگ‌پرتایی و حتی تحقیر همسایه کشور و مردمی چین و در عموم چینی ها و تا یک حد روحیه چین بدبینی یا خیتای بدبینی رو در بین مردم هم با وجود آوردن و الان هم میبینیم که یک مقدار از یک گروه از هموطنان عزیز ما شروع کردن به سنگ زدن، تحقیر و سیاه کردن همسایه دیگرمون، قرقیزها، که آنها رو تجاوزگر میدانند و نظرشون این است که آنها خاک کشوری ما رو ضبط کردن. البته این حالت ها هست، اما نباید ما ملت ها رو اینجا گناهکار بدانیم. ما میتونیم حدی اکثر حکومت ها و مسئولین را اینجا گناهکار بدانیم. از آن جمله اگر ناعدالتی یا تعرضی از طرف حکومت چین شده باشد یا از طرف حکومت قرقیزستان شده باشد، باید مستقیما اینجا مسئولین را گناهکار دانست، نه ملت ها را، نه قوم ها را و نه مردم را. اما در اینجا هموطنان عزیز گناهکار اصلی ما هستیم، نه چینی ها، نه ازبک ها، نه افغان ها و نه قرقیز ها. گناهکار اصلی ما تاجیکان هستیم، یا دقیق تر بگیم گناهکار اصلی حکومت جمهوری تاجیکستان است. ما بر اون اساس گناهکار هستیم که این حکومت را داریم تحمل میکنیم و این حکومت را علیهش اعتراض نمیکنیم و هر غلط، اشتباه، جنایتی که این حکومت صادر کرد، چی در سیاست داخلی و چی در سیاست خارجی، ما خاموش هستیم، اعتراض نمیکنیم و این باعث آن گشته است که این حکومت روز به روز دارد اشتباهی بیشتر میکند و میبینیم که نه تنها در مناسبت با همسایه کشور بزرگمان چین، بلکه با یک همسایه کشور مثل قرقیزستان که هم از لحاظ نفوس اهالی از ما کمتر است، از
یعنی از بسیار نشاندادهایی که خاص یک دولت هست، جمهوری قرقیزستان از ما کمتر است. ما اهالی بیشتر داریم و ما امکانات بیشتر داشتیم. اما چرا چنین وضعیت با وجود آمد؟ چرا حتی چین اون طرف ایستاد، قرقیزستان همسایه با این جسارت، با این شجاعت، هر وقت که دلشان بخواهد مرز تاجیک را میشکنند، شهروندان تاجیکستان را لطوکوب میکنند، حتی به شهادت میرسونند و مردم چین، مردم قرقیزستان، معذرت میخواهم، همیشه از طرف حکومتش پشتیبانی مییابد و حکومت قرقیزستان هم همیشه از طرف مردمش پشتیبانی مییابد. اما چرا در تاجیکستان چنین وضعیت نیست؟ مشکلی هم یا سبب هم یکی است، این کارناشایانی و ضعف داخلی حکومت تاجیکستان. حکومت تاجیکستان تا به امروز، از روز اولی که این گروه سر قدرت آمدن از سالهای 91-92، تمام سلاح، تمام امکانات، ارتش، پلیس، نیروهای مرزبانی، نیروهای امنیت و تمام قشون‌های مسلح تاجیکستان که وظیفه اساسیشون حمایت از دولت است، حمایت از مرز و بوم هست، حمایت از منفعت‌های ملت هست، اینها رو فراموش کردن. تنها یک وظیفه دارن: سرکوب کردن ملت، ترساندن مردم تاجیک، به زندان انداختن، کشتن تاجیکان، بمباران کردن تاجیکان، دهه‌های تاجیک و ارتش کشیدن به بدخشان و تمام نیرویشان را بالای ملت تاجیک روانه کردن، در صورتی که وظیفه جانی هر یک ارتش و هر یک نیروی مسلح این مبارزه برای ملت است، برای دولت است و بخصوص پیش از همه در یا خارج مرزهای کشور، یا اگر تجاوز شد، قانون شکنی شد، منفعت‌های ملت و کشور زیر خطر قرار گرفت، باید در این صورت این نیروها وارد کار شوند. بنابراین من از هموطنان دعوت میکنم که ما باید خوب تحلیل کنیم و عامل‌های اصلی رو پیدا کنیم، نه اینکه برویم سراغ بالا بردن و بیشتر متشنج کردن مناسبت‌های خود با همسایگان که به این هم خیلی بد هستند. و خدا رحم ما را خورد که اسلام کریموف از دنیا رفت و مناسبت‌ها با ازبکستان بهتر شد و اینم با تشبث پرزیدنت جدید ازبکستان میرزیایوف. وگرنه اگر وضعیتی نمی بود، با این سیاست ها و با این رفتاری که حکومت تاجیکستان میکند، ما با همه کشورها مشکلی داشتیم و خواهیم داشت، غیر از جمهوری چین که اونم از حساب گذشت کردن و دادن تریتوریا و امتیازهای زیاده به تجارت و سیاست خارجی چین. اگر این نمی بود، شاید که همچون سیاست خارجی تاجیکستان نمیتونست همچین دولت مستقل مناسبت‌های خودش با چین را در این سطح دیپلماتی خوب نگه بدارد. جمله که من گفتم که این حکومت از روز اولی با سر قدرت آمدنش نیرویش را بالای سر ملت تاجیک صرف کرده است، خرج کرده است، استفاده برده است، جمله بی اساس نیست. بیاد از روز اول ببینیم که چه شد. وقتی که فرانت خلقی با کمک روسیه و ازبکستان که خودتان از صحبت‌های پاکان کوچکوف شاهد هستید که ایشان با تفصیل چگونه مسلح کردن فرانت خلقی را از طرف خدمات جاسوسی این دو کشور قصه کرد و هنوز هم بعد از زندان بیرون شدن دارد قصه میکند، همتون میدونید. اینها از روز اولی که مسلح شدن، سلاح به دست گرفتند و وارد پایتخت شدند، تا به امروز یک تیر هم علیه بیگانگان سر ندادند. تنها تیرشان، بمبشان، تانک و توپشان علیه ملت تاجیک صرف شده است. از روز اولی که مسلح شدند به پایتخت تاجیکستان هجوم کردند، از شهر ترمیز همسایه کشور ازبکستان با تانک و توپ وارد خاک تاجیکستان شدند و اولین کاری که کردند تاجیک کشتند. اولین کاری که کردند تاجیکان را از تاجیکستان بیرون کردند، به افغانستان مهاجر کردند. صدها هزار تاجیک مهاجر شد، ده ها هزار در مرز کشته شد، در دریای پنج غرق شدند و این تاریخ جنگ شهروندی رو همتون خوب میدونید. در این مدت دهه‌های تاجیکستان رو بمباران کردند. هواپیما نداشت تاجیکستان، با استفاده از هواپیماهای خارجی شهر و دهه‌های تاجیکستان بمباران شد که در زیر آن طبیعی است که زن و مادر و کودک تاجیک کشته شد.
در این مدت 2 مرتبه بدخشان تاجیکستان ارتش کشیدند. در این مدت ده ها و صدها تاجیک و تاجیکستانیان را کشتند، زندانی کردند، سرکوب کردند. تا امروز این ارتش، این نیروهای مرزبانی، این وزارت داخلی و امنیت حتی یک مرتبه هم با نیروهای خارجی وارد بحث و جنگ و جدال و مبارزه برای دفاع از منشأت‌های دولت و ملت نشدند. چه رسد به نیروهای مسلح قرقیزستان که وارد خاک تاجیکستان میشود. حتی قاچاقبران افغانستان وارد مرز تاجیکستان میشوند، به یگان مشکلی میآیند به دههای تاجیکستان، مال و گوی مردم را میدزدند، مردم را میبرند به اون طرف افغانستان. حتی مرزبانهای تاجیکستان را هم گروگان گرفته، مثل یک تیفل به طرف افغانستان، طرف تاجیکستان مجبور است که سربازان خود را، شهروندان خود را آزاد کند. یک قاچاقبر افغانستان این جسارت و شجاعت را دارد که بیاد داخل مرز تاجیکستان هر چی که دلش میخواهد بکند. اما نه یک سرباز، نه یک افسر، نه یک ارتش تاجیکستان جرأت ندارد که در مرز جوانمردانه با جسارت از خاک و بوم ملت و کشور دفاع کند. یگانه مراتبه ای که یک حالت بود که مرزبانان تاجیکستان مرز را عبور کردند به طرف افغانستان رفتند و اون چند سربازی که در خبرها شنیدیم، اینم به خاطر هیزمچینی بود که بیچاره از گرسنگی نمورند، گرم شوند یا از سردی نمورند و رفتند به طرف افغانستان که بازداشت شدند و بعدا با چه مشکلی آنها رها شد. یعنی سرباز تاجیک، افسر تاجیک تا اون حد جسارت و سربلندی را از دست داده است که دیگر توانی مبارزه با تجاوزگاران خارجی را ندارد. چرا؟ برای اینکه عادت کردند اینها که تنها به سر ملت تاجیک ظلم کنند، سلاحشان را علیه تاجیکان استفاده برند، نه علیه دیگر نیروهای متجاوز. این همه عامل ها و سبب ها یک ریشه دارد. ریشهش در آن است که این حکومت و اون کسانی که در سر حاکمیت هستند از روز اول تا به امروز هیچ مسئولیت در پیش این ملت و دولت نداشتند و ندارند و نخواهند داشت. وظیفه آنها تبدیل دادن تاجیکستان به یک کارخانه تجارتی و استفاده بردن، فرستادن این پولها اولش که به خارج به صورت حسابا و استفاده بردن نیروهای مسلح تاجیکستان، امنیت، پلیس و مرزبانها برای حفظ این کارخانه تجارتی با نام تاجیکستان. تاجیکستان برای اینها کشور نیست. اینها حالا شعارهای وطن دوستی، آریایی، ابو حنیفه، فخر از گذشتگان تاجیکان و بالاترین پرچم، بالاترین بناها را به خاطر آن نمیکنند که سربلندی تاجیکان را تأمین کرده باشند، روحیه وطن دوستی و ملت دوستی تاجیکان را بلند کرده باشند. اینها همه به خاطر روپوش کردن اون سیاست اصلی است و آن هم باشد تبدیل دادن تاجیکستان به یک کارخانه بزرگ تجارتی که واقعا چنین هم هست و از اینجا پول کار کردن از راهها، از گس راغون، از انداز، از گمرک و فرستادن این پولها به خارج کشور به صورت حسابهای خانواده و این همه نیرو ارتش و پلیس تبدیل شدن به قراولها یا پاسبانهای این تجارت بزرگ خانوادگی با نام تاجیکستان. ما شهروندان تاجیکستان چه در داخل و چه در خارج برای اینها یا کارگر این کارخانه تجارتی بزرگ هستیم، یا اندازسپار هستیم، یا خدمتگار هستیم، یا یک قسم دیگر که در رسانه ها کار میکنند و در شبکه ها همچون فیک ها فعالیت میکنند، مشغولیم به سفید کردن این دزدی، این غارتگری و این سرپستی، این وضع بدی ملت. و من دیگر عامل، دیگر سببی رو در اینجا نمیبینم چرا ملت تاجیک تا به این حد، تا به این شکل سرپست و خاری ذلیل شد. برای اینکه ملت تاجیک جسارت رو از دست داد، شجاعت رو از دست داد، در حالتی که ملت قرقیز این شجاعت و جسارت رو دارد. ملتی که توانست در این مدت 3 پرزیدنت رو عوض کند و 2 مرتبه انقلاب کرد و 1 مرتبه از طریق یک انتخابات مردمی از بین چند نامزد یک پرزیدنت دیگر رو انتخاب کرد و این پیام قوی رو به حکومتدارانش فرستاد که اگر هر روز احساس کردیم که شما در فکر
حمایه منفعت‌های ما یعنی ملت نیستید، بدانید که یا از طریق انقلاب یا از طریق انتخابات شما عوض خواهید شد. این است که حکومت قرقیزستان تمام تلاش را میکند که مردمش را حفظ کند، منفعت‌های مردم را حفظ کند تا این مردمش احساس کند که یک حکومت دارد. این است که پارلمان قرقیزستان زود هیئت تشکیل میکند و به مرز میفرستد، در صورتی که نه حکومت تاجیکستان نه پارلمان تاجیکستان برای حمایه مردم مصیبت زده واروخ، خواجه اعلی و در عموم اسفره تا امروز هیچ کاری مهمی رو انجام ندادند و اصلا انجام دادن نمیتونند. تنها تلاش اونا این است که قضیه را باز خاموش کنند برای یک مدت دیگر تا مشکلی دیگر. مطمئن باشید تا وقتی که مردم همسایه کشور قرقیزستان احساس نکند که در پشت این مردم اذیت کشیده اسفره یک حکومت هست، پارلمان هست، ارتش هست، این حادثه ها دوام خواهند داشت. یک سبب دیگر هم هست چرا حتی حکومت تاجیکستان در برابر قرقیزستانی که باز تکرار میکنم از ما ضعیفتر است و شمارشون کمتر است، این همه گردنخمی و متهمی را دارند. یک سببی غیر از آن که ما این فساد و این سیاست غیر مردمی سبب گشته است، یک مشکلی یا سبب اقتصادی دیگر هم هست. همه‌تون میدونید هنوز وقتی که من در تاجیکستان بودم این خبرها در رسانه‌های داخلی پخش شده بود که شرکت‌های خانواده، الان شرکت فراز که به قاچاق مواد سوخت و دیگر مواد غذایی مشغول هست، یک قسمی از موادهای کنترابند خود را از مرز قرقیزستان وارد تاجیکستان میکنند و این چون از تاجیکستان هم توسط مرزهای قرقیزستان یک مقدار از بارهای ثبت نام نشده و قاچاقی خود را به بازار وارد میکنند. حکومت قرقیزستان، مردم قرقیزستان و حکومت‌های محلی نزدیک سرحدی از این واقعیت آگاهند و این تبدیل شده است به یک قرطه یا اهرم فشار در دست همسایه کشور برای آنکه حکومت تاجیکستان را و بخصوص خانواده را همیشه همچون یک متهم نگه بدارند و هر وقت که حکومت تاجیکستان بخواهد از منفعت‌های مردم حمایت کردنی شود، اونها بالای میز این قرطه ها رو میگذارند، میگن که بدونید که اگر گذشت نکنید و بالای ما فشار بیارد ما این فکت ها رو، رقم ها رو آشکار خواهیم کرد و این است که ملت تاجیک و کشور ما گروگان بیزنس خانواده، متهمی خانواده و سیاست های جنایتکاران این خانواده شده است که نتیجهش همین است که مردم شریف وارو، خواجه اعلی و دیگر دیههای اسفره و نه تنها اسفره، تمام ملت تاجیک در یک حالت خواری و ذلت قرار گرفتند. اگر یادتون باشد چند سال پیش این حادثه شده بود، من اون وقت وکیل مجلس نمایندگان بودم. حتی وقتی که من درخواست کردم که همچون وکیل مجلس نمایندگان باید به اسفره برم در اون لحظه ها، هم رهبریت مجلس و هم حکومت مانع سفری بنده به اسفره شدن تا اینکه با مردم شریف اسفره در مرزها باشیم و خیلی هم با شدت مانع شدن که اگر سفری ما به اسفره انجام شود این معنی آن را دارد که ما یعنی مردم رو به فتنه دعوت میکنیم. در صورتی که رفتن یک وکیل، نه تنها من، باید که یک هیئت وکیلان میرفت ولی نه خودشون رفتن و نه اجازه دادن که ما با اونجا برم. بنابراین ما در اون وقت دستور دادم به شعبه ولایتی حزب نهضت در ولایت سوق بخصوص به داملا نعیم جان سمیف که الان در زندان هست، این مرد شریف اسفرگی چارکوهی الان در زندان حکومت است. همین مرد با تمام اعضایان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در اون سالهای مناقشه اول در مرز با قرقیزها چندین گاو کشتند، خوراک پختند، بردند به سربازان، خودشون رفتن شب و روز با دستور در مرکز حزب در پهلوی سربازان بودند و سربازانی که از دوشنبه رفته بودند، یادم هست اون وقت با رهبری حاجی عبدالحلیم معاون وزیر دفاع تاجیکستان یک هیئتی از ارتش تاجیکستان و سابق مجاهدین اینات همه جمع شدن داوطلبانه بدون آنکه در خدمت حربی باشند رفتن به مرز قرقیزستان و تاجیکستان در اسفره بودند شاید 1 ماه 2 ماه و تمام این مدت داملا نعیم جان با تمام اعضایان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و مردم شریف اسفره در خدمت
مرزبان‌ها و نیروهای مسلح تاجیکستان بودند. با پول و مال و با تامین کردن غذا و فکت‌ها را بردارد، عکس‌ها را و خبرهایی که در اون شب روز نشر شده بود از ارخیو بگیرید، ببینید که مردم چگونه با هم از مرزها دفاع میکردند. اما امروز این حکومت نابخیرت تاجیکستان امروز جسوران ملت را، کسانی که باید از مرزها دفاع میکردن، از این مرز بوم دفاع میکردن، یا کشت یا زندانی کرد. غفار میرزایف در زندان، یعقوب سلیم‌فروغ که یکی از جسوران این ملت بود، 15 سال در زندان نگه داشتن تا به این حد پیری رساندن که دیگر نتوانست از مرز بوم دفاع کند و حالا هم که دیگر تماما این امکانیت رو ندارد. دیگر شخصیت‌های ملی مثل محمد نظر صالحوف کشته شد، میرزا ضیاءف کشته شد، محمد علی حیی در زندان است و صدها و هزارها نفر از این جوانمردان ملت هجرت کردند یا در زندان هستند. و امروز دقیقاً طبق همون یک ضرب المثل هست که اگر میگوید اگر شما شیران ملت خود را زندانی کردید، حتما سگان بیگانگان شما را خواهند گزید. امروز این حکومت شیران ملت را زندانی کرد یا کشت. این است که ملت تاجیک از هر کجایی که میخواهند، از هر کجای بدنش دیگران میگزند و است که آنها حمایت کنند. من بنابراین در این موضوع، در جنبست این موضوع، از همه هموطنان، هم ملتانم خواهش میکنم که در حمایت از مرز و بوم خود تکیه به حکومت نکنند. این حکومت ناکار است، از دستش هیچ چیز نمی آید. اگر لازم شود نه تنها مرز رو میدهد، لازم شود به نیم ملت رو هم از بین میبرد، فقط به خاطر آنکه این بیزنس خانوادگی خود را حفظ کنند. وظیفه ما و شما است حمایت از این مرز و بوم، از این خاک، از این وطن، از این ارزش‌ها. طول تاریخ از تاجیکان و از مرز و بوم ما فقط ملت دفاع کرده است. بنابراین هیچگاه تکیه به این حکومت نباید کرد، مگر اینکه ما با تلاش دستجمعانه به یک حکومت مردمی دیگر برسیم که اون حکومت دیگر از خودمون باشد، از ملت باشد، حکومت بیگانه با این ملت نباشد و در اون وقت ما میتوانیم یک قسمی از این مسئولیت رو به حکومت بسپاریم و مطمئن باشیم که این حکومت از ملت دفاع خواهد کرد. اما حکومت امروزه 100% انیق است که دفاع از این ملت نخواهد کرد. بنابراین همیشه باید در حالت آماده باش بود و تا اینکه ملت بتواند اون مقدار زمینی که امروز در اختیار تاجیکستان است، از اون تاجیکستان تاریخی و بزرگ، از خراسان بزرگ، حداقل همین رو هم حمایت کرده باشیم. خب موضوع خیلی طولانی است، البته انشاءالله در صحبت‌های بعدی هم به این موضوع خواهیم برگشت. الان چون موضوع دیگر داریم، من در موضوع اسفره با همین اکتفا خواهم کرد و چند جمله دیگر درباره موضوع اون حادثه خونینی که در نیوزیلند رخ داد و این را هم باید گفت که این حادثه نشان داد که واقعاً تروریسم و خشونت به یگان گروه، به یگان ملت، دین، قوم ربط ندارد. این متاسفانه تبدیل به یک پدیده گلوبالی و جهانی شده است. اما اون چیزی که مرا در این 2 روز یک کمی نگران کرد این بود که نحوه یا طرز پوشش رسانه‌ای این حادثه. ببینید خود حکومت نیوزیلند بلافاصله این را یک عملی تروریستی عنوان کرد. هم در اظهارات سروزیر، هم وزیر داخله و وزیر امور خارجه و تمام رسانه‌های محلی این را یک عملی تروریستی عنوان کردن و از خود نوارها اگر تماشا کرده باشید کاملا مشخص است که یک عملی تروریستی برقصدانه و آگاهانه است، اونم به خاطر از بین بردن نمایندگان یک دین یا یک قوم. اما یک گروه از هموطنان ما، یک گروه از رسانه‌هایی که یا فارسی می‌نویسند یا تاجیکی، این حادثه را همچون یک هجوم مسلحانه نامگذاری کردند. از استفاده کلمه ترور خودداری میکنند، چون این ایده از انسان ها به این باورند که تروریسم تنها مال مسلمان ها است، تنها تروریسم در اسلام میتواند باشد. نمایندگان دیگر دین، دیگر قوم، اینها تروریست نیستند. اگر دست به چنین جنایتی زدن این یک هجوم مسلحانه است یا
حدی اکثر بعد تحقیق میکنن، میگن که شاید که یک بیماری روانی داشت، بیماری روحی داشت و شاید چنین هم باشد. یعنی حالا مثل که اون تروریست نروژی را هم بعدا گفتن که بیماری روانی داشت، یا چندین حادثه دیگری که در امریکا در اروپا رخ داد که قربانی این حادثه یا خود شهروندان بومی اینجا بودن، در مدرسه ها مکتب ها تیرپرانی شد، یا مسلمان ها بودن. بعد اعلام میشد که این بیماری روانی داشت. اما اگر خدای نکرده چنین حادثه ننگین و تروریستی از طرف یک عده از فرزندان مسلمان یا مسلمان زادگان اگر صادر شود بدون تحقیق، هنوز نه یگان تحقیقات طبی گذرانده شده است، نه تحقیقات کریمینالی گذرانده شده است، این را عنوان میکنن حادثه تروریستی که از طرف فلان گروه اسلامی یا عده از مسلمانان صادر شد. در این مسئله حالا اگر موقع یک عده از رسانه‌های که عادتاً موقعشان علیه اسلام و مسلمان هست جای تعجبی ندارد، اما جای تعجب این است که چرا یک عده از فرزندان این مرز و بوم، این فرهنگ چنین رفتار میکنن و همیشه نگاهشون این است که تروریسم فقط مال مسلمان ها هست و این مسلمان ها هستند که دست به تروریسم میزنن. اگر من مطمئنم اگر که رهبری کشور نیوزیلند یک نفری مثل رحمان می بود یا حکومتداران امروزه تاجیکستان می بودن، حتما این مسئله رو دیگر شکل وانمود میکردن و نمایش میگذاشتن. حتی اگر یک حادثه که با اون هیچ گروه از مسلمانان ربط نداشته باشد به عنوان اسلام میزدن، مثل که داعش حادثه دنقره رو به دوش گرفت علیه توریستان خارجی، ولی حکومت تاجیکستان بلا فاصله بدون کدام تحقیق بعد همگی یک ساعت این را کار دستی گروه از شهروندان تاجیکستان و حزب و حرکت‌های تاجیکستان دانست. چرا؟ به خاطر آنکه باز اسلام را سیاه کنند، احزاب اپوزیسیونی را سیاه کنند، هموطنان خودشان را سیاه کنند و از این حادثه ننگین استفاده سیاسی کنند که الحمدلله هیچ کسی به این روایت دروغین باور نکرد. اما چون حکومت نیوزیلند یک حکومت دموکراتی هست، یک حکومت واقعا مردمی هست، او نمیتواند دروغ بگوید. واقعیت چه که هست گفتن، اونا گفتن یک حادثه تروریستی بود که از طرف شهروندان بومی این کشور صادر شده است و اونم علیه مسلمانان. من چه گفتنی هستم؟ خواهش میکنم و دعوتم از تمام رسانه ها شهروندان این است که واقعا را همون طوری که هست بها بدین. اگر گناهکار مسلمان است باید که اون نفر خودش را گناهکار بدونه، نه دینی او را، نه گروه او را. اگر گناهکار یک مسیحی است اون نفر را گناهکار بدونن. شخصا اگر عملی تروریستی است بگن این تروریست فلانی بود. هیچ اشاره به دینش و به گروهش و به کشورش و به ملتش نباید کرد، چون در همه ملت، در همه دین، در همه کشور هستند نابکاران، جنایتکاران و کسانی که دست به خشونت میزنند. اما ببینید دوستان عزیز، ملت نیوزیلند و حکومت نیوزیلند چیکار کردن؟ اول که اومدن این حادثه را اعتراف کردن که یک حادثه تروریستی بود. بعداً ملت این کشور، مسیحیان و مردم بومی نه تنها شروع کردن به پشتیبانی از مسلمانان هموطن خود، بلکه شروع کردن به جمع کردن مبلغ که تا این لحظه که ما و شما صحبت میکنیم طبق آخرین اخبار بیشتر از 2 میلیون دلار جمع آوری شد فقط برای کمک به قربانیان این حادثه ننگین. یعنی ببینید یک کشور، یک ملت که خود را میشناسد، احترام میکند، چگونه مناسبت میکند به یک حادثه ننگین. آیا ما مسلمان ها زیاد بود حالتهایی که اگر یک حادثه ننگین نسبت یک مهمان، یک خارجی، نماینده یک دین دیگر از طرف شهروندان ما صادر شد، از طرف همدین های ما صادر شد، ما هم همین گونه شتافتیم به کمک این قربانیان، خانواده های آنها، به محکوم کردن این حادثه های ننگین و از خود چنین فرهنگ والا نشان دادیم. من بله در بین ما مسلمان ها هم الحمدلله گونه حادثه ها خیلی زیاد هستند که منظورم شتافتن به کمک قربانیان نوابسته از دینشان، قومشان. اما این سوال بیشتر به ما روانه شده است، به
ما تاجیکان. در مصر وقتی که یک ایده از تروریستا کلیسای مسیحی قبطی مصر را چند سال پیش مورد هجوم قرار دادند، مردم مسلمان قاهره همگان اطراف این کلیسا جمع شدند، دستی به دست گرفتند و هموطنان مسیحی خود را از هجوم‌های بعدی حمایت کردند و تمام امکاناتی که داشتند آوردن در خدمت هموطنان مسیحی خود گذاشتند که نشانه یک مسلمانی واقعی بودن بود در اون سالها. دقیقاً همون کاری که امروز حکومت و شهروندان نیوزیلند نسبت مسلمان ها کردند. ببینید وقتی که یک فرهنگ والای دینی چی اسلامی باشد چی مسیحی در بین مردم ریشه می‌داند، دیگر اونها میان در پهلو یکدیگر در چنین روزهای مصیبت قرار میگیرند. نمیروند مثلا مسیحیان قبطی مسلمان ها و اسلام را گناهکار نکردند در این حادثه، اونها گفتند فلان شخص گناهکار است. حکومت نیوزیلند هم مسیحیان را گناهکار نکردند، دین مسیحی را گناهکار نکردند. تا به امروز هیچ نفر در نیوزیلند نه آمد بگوید که ریشه این عمل تروریستی را باید در دین مسیحیت جست. نه، همگان گفتند که این انسان خودش عضو کدام جریان راستگرای افراطی بود و این حادثه را انجام داد. اما اگر چون این حادثه در یک کشور مسلمانی انجام بگیرد، شما می‌بینید که ریشه کابی میکنند در اسلام، ریشه کابی میکنند در فرهنگ اسلامی ما. نه تنها بعضی خارجی های غرضناک، بلکه بعضی از هموطنان ما، کسانی که از بستر این فرهنگ اسلامی یا ملی تاجیکی ما بیرون شدن، اینها شروع میکنند به متهم کردن اسلام همچون دین یا فرهنگ اسلامی همچون فرهنگ. اما اگر وقتی که به واقعیت ها ما دقیق تر نگاه کنیم، برمی آید که نه، این چنین نیست، بلکه این انسان ها هستند که جنایتکارند، گناهکارند و آنها را باید با نام خود نامگذاری کرد. من امید دارم که این گونه حادثه ها بیشتر بشریت را به هم نزدیک خواهد کرد، منسجم خواهد کرد و ما را چی مسلمان، چی مسیحی، چی یهودی و حتی چی کسانی که پیرو یگان دین نیستند، اطراف ارزش‌های عمومی بشری بیشتر متحد خواهد کرد و ما همه دست جمعانه علیه خشونت، علیه تروریسم مبارزه خواهیم کرد و به خصوص برای ملت تاجیک ما که از تروریسم بسیار اذیت کشیده است، چه تروریسم از طرف گروه‌های متشکل، شخصیت‌ها و چه تروریسم دولتی، چه تروریسم حکومتی، این هم بالاخره یک نمود تروریسم است وقتی که حکومت نسبت شهروندان خودش قانون شکنی میکند، شکنجه میکند، میترساند. این هم تروریسم است و ملت تاجیک یکی از ملت‌های هست که واقعا هم از تروریسم در همه گونه شکل و نوعش ضربه خورده است. ما باید متحد باشیم و نباید این گونه حالت‌ها را استفاده بریم برای ضربه زدن، سنگ انداختن علیه دین، ملت و کشور. خب دوستان عزیز، دیروز زادروز یکی از ابرمردان ملت ما استاد مرحوم سید عبدالله نوری بود، مؤسس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، رهبر اتحاد نیروهای اپوزیسیونی تاجیکستان و رئیس کمیسیه آشتی ملی تاجیکستان، نفری که یک حرکت ملی مذهبی را در تاجیکستان در دشوارترین حالتها تأسیس داد و بعدا اون را در سالهای استقلالیت همچون یک حرکت رسمی ثبت نام کرد. برای استقلالیت تلاش و مبارزه کرد، زندانی شد و این را هم باز بگویم که یگانه زندانی سیاسی تاجیک است در طول تاریخ شوروی که با استاتیه یا ماده فعالیت ضد شوروی زندانی شده است. یعنی این فعالیت ضد شوروی یعنی معنیش این است که فعالیت برای استقلالیت، برای تاجیکستان، برای آنکه تاجیکستان مستقل باشه. این همه زحمت و تلاش ها را کرد، جهاد کرد، مقاومت کرد برای استقلالیت، برای دفاع از این مرز و بوم، از هویت ملی و اسلامی تاجیکستان. صلح کرد بازم به خاطر این ملت، این کشور و تمام حیات فعالیت خود را بخشید به این ملت، به این کشور، به دینش، به فرهنگش
و این دنیا رو سربلندانه پدرود گفت. من طرفدار آن نیستم که از شخصیت ها چی استاد نوری باشد چی کسی دیگر ما بود بیتراشیم، باید واقعیت ها را گفت. یادم هست استاد نوری رحمت الله علیه در یکی از صحبت های ما وقتی که از میونخن از طبابت برگشت وضع سلامتیش چندان خوب نبود، ما داشتیم صحبت کاری میکنیم در اداره، از من گزارش های بخش خودم رو میگرفت و بعد از گزارش های من خودش شروع کرد به توصیه ها و صحبت های درباره چی باید کرد با حزب و در رفت صحبت یک بار به من گفت محیدین چرا حرفای ما رو گوش نمیکنی؟ گفتم چی طور استاد؟ گفت حس کرده شدم که من گپ میزنم ولی فکر خدا در جای دیگر است و گرچه مشغول هستی. بالاخره من صحبت کرده شدم، مریضم هستم، به حرفای من توجه کنی بیشتر است. یعنی استاد با اون درایت و زیرکیش درک کرد که در اون یک لحظه صحبتی هر دوی ما که تنها بودیم فکر من به دیگر طرف رفت. با گفتم بله استاد درست میگه، معذرت، واقعا فکر من به دیگر طرف رفت. گفت من میتونم بفهمم که اون چی فکر بود که در این لحظه که مهم بود حرف مرا گوش میکردی دقت تو را جلب کرد. گفتم بله استاد یگان جای سیر نیست. این وقتی شما صحبت میکرده درباره مسائل سیاسی حزب کشور و ملت، من یک بار به این فکر رفتم که خدا را شکر الحمدلله که این همه داروهای شیمیایی که با شما برای این ضد سرطانی زدن در ذهن شما در فعالیت شما تاثیر نکرده است. چون وقتی دیده استم که تحلیل خودت چقدر تحلیل قوی هست درباره وضعیت کشور، وضعیت حزب و دلسوزانه صحبت میکنید مثل یک آدم واقعا هم سالم، من در این لحظه در این باره فکر میکردم، نه در اون محتوای صحبت های شما بیشتر بلکه درباره وضعیت شما، سلامتی شما که خدا را شکر که هیچ تأثیری به فعالیت فکری شما نرسانده است. استاد یک کمی مکس کردن ایستادن، بعد گفتن که ببین محیدین، من در حیاتم بسیار انسان‌ها رو دیدم از من بیشتر تعریف میکنن، یعنی در روبرو وقتی در صحبت ها میشینن تعریف هم میکنن، بالاخره همه تعریف رو دوست میدارد، تنقید هم میکنن. اما گاه من گفت به خودم سوال میدادم که چرا محیدین یاوری من بود، جانشین من بعدن شد، اما هیچ وقت از من تعریف نمیکند. یعنی در صحبت‌هایش چه در حضورم چه در غایبم یگان بار تعریف نکرده است و یعنی دیگران تعریف میکنن، خواه واقعی باشد خواه تملق باشد تعریف میکنن، اما خدا هیچ وقت تعریف نمیکرد. الان وقتی که این صحبت رو کردی گفتی که درباره سلامتی من، من باور کردم که واقعا الحمدلله که سلامتیم پس بد نبوده است. چرا؟ برای آنکه بسیاری ها در این مدت با من میان میگن استاد رنگ روت خوب است، سلامتی الحمدلله خوب است و میخوان مرا دلبرداری کنن. اما من این را قبول دارم، اما حس میکنم که بسیاری ها به خاطر روح بلند کردن من این حرف رو میگن. اما چون خودت هیچ وقت تملق نکرده، هیچ وقت تعریف نکرده مرا، این جمله درباره آنکه سلامتی من خوب است حداقل به فکر و ذهنیتی مسیر نرسانده است، من رو همچنین یک واقعیت قبول میکنم و این واقعا هم گفت مرا روح بلند کرد، مرا کمک کرد برای آنکه سلامتی هم بد نبوده است. یعنی گفت شنیدن این حرف از نفری که هیچ وقت مرا تعریف نکرده است و تملق نکرده است برام خیلی مهم است. این من چرا این خاطره را به یاد آوردم؟ برای آنکه به دوستان عزیز بگم که من اهل تملق و تعریف نبودم، بخصوص در روی انسان. و استاد نوری هم نیاز به هیچ تعریف و تملق و چاپلوسی ندارد، به دو علت. یکی که خودش این را دوست نمی‌داشت، دومش این که و مهمتر از همه الان در بین ما نیست که بشنود، مثل که به دیگران تملق میکنن و تعریف میکنن تا از اون چیزی به دست بیارن. استاد نوری دیگر در بین ما نیست، اما این وظیفه ما است، این مسئولیت ما هست، مسئولیت ایمانی انسانی ما هست که حقیقت ها رو بگیم، نه به خاطر آنکه استاد نوری دیگه از ما خرسند بشوند. من حالا مختصر میگم چون صحبتایم رو درباره مرحوم استاد جاهای دیگر بسیار گفتم و شاید در آینده هم خواهم گفت، اما همین را میتونم گفت که استاد نوری شاید تا امروز حداقل در این 20-30 سال اخیر هیچ نفر به حد استاد نوری ملت نداشت، نه از باب تاجیک دوستی و تاجیکیت، نه از باب اسلام دوستی، ملت دوستی. من ندیدم.
خودشون هم شعار نداشتند و شعار نپرتافته بودند، نه درباره آن نمیگفتند که حنفیت رو دوست می‌دارن، اسلام رو دوست می‌دارن، ملت رو دوست می‌دارن، آریایی بودن رو دوست می‌دارن، تاجیکستان رو دوست می‌دارن. هیچ جای من نخوندم، ندیدم. مثل دیگران که دنیا رو پر از شعار کردن. استاد نوری با زندگیش، با عمل هر روزش این را نشان داد. شما در رفتارهایش، در گفتارهایش، در حتی در نمود ظاهریش اگر اهمیت میدادید و ببینید، یک تاجیک واقعی، یک مسلمان واقعی، یک آریایی واقعی و یک حنفی واقعی رو میبینید، یک سنی واقعی رو میبینید، یک انسانی با فرهنگ. من اگر بگویم که استاد نوری یک نمونه برای ملت سازی بودند، اگر ما حالا بگیم که برای اینکه یک تاجیکی نمونه‌ای بسازیم یا تاجیکستانی، من بهتر از استاد نوری دیگر پیدا نمیکنم. و آن چیزی که با استاد نوری امروزها میگذرد واقعا یک ظلم است، ظلم تاریخی نسبتی ایشان است، ظلم از طرف ما هست که همیشه مشغول کارهای سیاسی و کارهای روزمره هستیم و نتوانستیم این شخصیت را چه در زندگیش چه در بعد از مرگش خوب به ملت بشناسونیم. اگر ما هم کمبودی کردیم حتما پیدا میشوند فردا که کسانی که این کمبودی های ما را جبران خواهند کرد. اما ظلم بیشتر رو متاسفانه این حکومت نسبت استاد کرد. کسانی که با استاد نوری صلح کردند، کسانی که استاد نوری را نشناختند، قدر نکردند و این صلحی به دست آمده را خیانت کردند و بدتر از همه بعد از خیانت به این صلح و شکست این صلح استاد نوری را تلاش میکنن همچون اساسگذار یک حرکت تروریستی معرفی کنند در فیلمهایشان، در نوارهایشان. اگر حالا که استاد نوری در دنیا نیستند، رحلت کردن، این همه تهمت رو علیهش میکنن. اگر زنده می بودن حتما دیگر استاد نوری اگر در تاجیکستان می بود یا جایش زندان، اگر در هجرت می بود مثل ما، یا سالهایی که در افغانستان بود مثل اون سالها، در حقش چیزایی نمیگفتن. حتی این مرد بزرگ و شهید و رحلت کرده را هم آرام نمیگذارند. یعنی ببینید این شخصا دیگر خطر ندارد برای حاکمیت، مثل که اسماعیل سامانی خطر ندارد، از او چهره ساختن، مثل که شاه تیمور و مثل که نصرت الله مخزوم و مثل ابو حنیفه. اینا دیگر به این حکومت امروزه خطری فیزیکی ندارند. اگر اونا زنده می بودن حتما جای اونا هم زندان بود. همون ابو حنیفه که دفاع از حجاب میکرد و نرفت مفتی یا قاضی یک حاکمی ظالم شود، جاش زندان بود. یا همون اسماعیل سامانی هم حتما جاش زندان بود با اون فرهنگی که داشت. همین نصرت الله مخزوم و شاه تیمور را انا همین بولشویکایی که امروز در سر قدرت هستند حکم قتل دادن و حتما حکم قتل رو هم صادر میکردن. اما چرا اونها را قهرمان میدانند و بزرگ میدانند؟ چرا که اونها خطری فیزیکی برای این حکومت ندارد، رقیب نیستند دیگر. اگر رقیب میبودن حتما این کار رو میکردن. اما چرا با استاد نوری این کار رو دارن میکنن؟ برای اینکه مکتب استاد نوری هنوز زنده است و گاه سنگ به استاد نوری هم میرسد. اگر چه خطری فیزیکی ندارد، رقیبی فیزیکی نیست، اما رقیبی فکری هست. هنوز هم به گروهی بولشویک استاد نوری با اون اندیشه های استقلال خواهی و ملت خواهی و فرهنگ ملی و اسلامی را دوست داشتن و حمایت کردنش برای اینها از لحاظ فکری عقیدتی رقیب هست و رقیب باقی خواهد موند. این است که گاه سنگ هم به سمت استاد نوری میپرتایند. اگرچه تلاش میکنن با حیله و نیرنگ وانمود کنن که نه، مشکل با استاد ندارن، مشکل با میراث استاد ندارن، با خانواده استاد ندارن، یا مثل اینها گاه از این حیله و نیرنگ ها میکنن، اما مشکلی اینها با مکتب، با فکر و با اندیشه های استاد نوری هست، باقی خواهد موند. و این یک ظلمی هست نسبت شخصیت استاد نوری و من فکر میکنم، امید دارم که حکومت هر چه زودتر از این سیاست بیخیرانه خود دست خواهد کشید و حداقل استاد نوری را همچون پشتیبان صلح، حامی صلح و کسی که دست صلح داد وارد این قضیه ها نخواهد کرد و این مشکلاتی که الان بین ما هست، بین نهضت و حکومت، بین من و
رهبریت کشور یا دیگر دوستان این رو در همین حد نگه می‌دارند و شخصیت استاد و جایگاه استاد نخواهند رسید. اگر برسند بدانند که این به ضرر آنها انجام خواهد شد. چرا؟ برای آنکه ملت استاد نوری رو میشناسد. شما هرچند تلاش کنید توسط این لکچه هایتون، توسط این درس های ویژه‌ای که برای جوانان بی تجربه که روند جنگ و صلح را ندیده بودند نمیشناسند سر اینها را به سمت دیگر بگردانید و از استاد نوری، از مکتب استاد نوری یک شخص تروریست و مکتب تروریستی بتراشید، این طولانی نخواهد بود. بالاخره این همه فکت‌ها ثبت شدن. صحبت‌های پریماکوف ثبت است، صحبت‌های احمد شاه مسعود، استاد ربانی ثبت شده است، صحبت‌های ادمیشین ثبت است. از یک طرف اگر شما حرف ما تاجیکان رو باور ندارید، برید حرف خارجی‌ها رو درباره استاد نوری، درباره نهضت، درباره تلاش‌های صلح بخوانید. حرفای جناب میر نماینده سازمان ملل متحد، حرفای دیگر شخصیت‌ها رو بخوانید. از طرف دیگر عمل‌های شما هم ثبت شده است. صحبت‌های اسلام کریموف ثبت است، صحبت‌های کوچکوف ثبت شده است، صحبت‌های ادمیشین ثبت شده است که چگونه رحمان را مجبور کردند که صلح کن. چگونه گفتن ادمیشین در اینترویوش میگه که گفتیم پولت نمیدیم، سلاحت نمیدیم اگر با ملت خودت صلح نکنی. کوچکوف چی گفته ایستاده است؟ پریماکوف چی گفت درباره رحمان و درباره صلح تاجیکان؟ اینا هم ثبت شدن. شما نمیتوانید از رحمان اساسگذاری صلح بتراشید. اساسگذاری صلح استاد سید عبدالله نوری هست و باقی خواهد ماند. یگانه چیزی که شما میتوانید برسید و شانس هم داشت رحمان که در این مسئله شریک باشد، در مسئله مشارکت در صلح، اگر نسبت استاد، نسبت سازشنامه صلح، نسبت نهضت این خیانت رو نمیکرد. الان دیگه این شانس از دست رفت. تمام ارتش تبلیغاتی خود را هم اگر سفربر کنید برای آنکه استاد را سیاه کنید و برای آنکه رحمان را اساسگذار صلح بتراشید، این امکان ندارد. تاریخ ثبت شده است و این دیر یا زود ملت که آگاه است، این جوانان ناآگاه هم که امروز تبدیل شدن به ارتش تبلیغاتی شما، اینا هم دیر یا زود خواهند فهمید. بنابراین من در این قسمت صحبت خیلی افسوس میخورم که استاد خیلی زود از بین رفتند و این صلح را هم یتیم ماندن، همه ما را یتیم ماندن. اما این دیگر وظیفه ما است، مسئولیت ما است. همه کسانی که ملت را دوست می‌دارد، همه کسانی که این کشور را دوست می‌دارد، از فرزندان صادق ملت پشتیبانی کنند. اجازه ندهیم که استاد نوری را بیارن در چارچوب حزب نهضت محدود کنند. یک ظلم تاریخی دیگر همین است که تمام قشرهای دیگر هم متاسفانه به استاد نوری نگاهشون همچون رهبر یک حزب سیاسی است. اگر ما نگاهمون به شخصیت‌ها این گونه باشد، ما نه تنها نسبت این شخص ظلم کردیم، حتی نسبت ملت هم ظلم کردیم. نباید شخصیت‌های مثل بابا جان غفور رو همچنین کمونیست نگاه کرد، سیر در چارچوب ایدئولوژی کمونیستی، یا شخصیت‌های مثل شاه تیمور، نصرت الله مخصوم که اونها هم عضو یک حزب بودند و نباید استاد نوری رو هم در چارچوب ایدئولوژی و فعالیت یک حزب سیاسی محدود کرد. اینا شخصیت‌هایی بودند که فراحزبی، فراجناحی و فراگروهی، اینا شخصیت‌های ملی بودند. اگر استاد نوری در تاجیکستان نمی بود و گرفتار این رقابت‌های ناسالم و بخیلی و این حسودخوری بعضی ها نمیشد، مثلا اگر نماینده یک ملت دیگر می بود، شما میدید که در سطح جهانی از این شخصیت چی میتراشیدن و اون را چگونه معرفی میکردن. اما ظلم تاریخی که نسبت استاد نوری شد این بود که در تاجیکستان در یک مرحله زمانی زندگی کرد، فعالیت کرد که اون مرحله در اختیار یک عده از انسان‌های حسود، کینه‌دار و بخیل بود که تا امروز متأسفانه این سیاست خود را دارن ادامه میدهند. خب دوستان عزیز، چند موضوع دیگر هم داریم که خیلی کوتاه میخواستم اونها را مرور کنیم و بعداً بگذاریم به سوال و جواب. این هم باشد. موضوع دیگری ما این حادثه‌ای که نسبت دوست و برادر عزیزمون شراف‌الدین گدایف رخ داد که خدا را شکر او آزاد شد، برگشت به اروپا. اگر یادتون باشد در صحبت قبلی که خاصی همین موضوع شراف‌الدین گدایف بود، من به همدیاران و تمام پیروان و طرفداران مراجعت کرده بودم و گفتم که این یک ضربه بسیار سنگین است به بدنه ملت، به خصوص به ما مبارزین و
نمایندگان حزب و حرکت‌های مخالف و این ضربه رو ما اعتراف کردیم، تحمل کردیم. اما در همون صحبت با شما گفته بودم که همدیگران عزیز، ما نباید راه افتاده شویم و مبارزه رو برای آزاد کردن شراف‌الدین ادامه بدهیم، چون که راه افتادگی و دست کشیدن از مبارزه نه تنها پیش راه ما رو در آزاد کردن شراف‌الدین میگیرد، بلکه باعث یأس و ناامیدی بیشتر می شود. من یادتان باشد آیه کریمه رو از قرآن مجید هم برایتون خاطر رسان کرده بودم که خداوند میفرماید استعیذ بالله ولا تهینوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. شما مایوس و راه افتاده نشوید، شما بالاتر هستید اگر شما باور دارید، ایمان دارید، ایمان به خدا، ایمان به راه، به مبارزه. ناامیدی و یأس رو در خود اجازه ندهید، بخصوص در همین گونه حالاتهای دشوار که الحمدلله تمام مردم تاجیک، مبارزین، بخصوص برادران و خواهران در پیمان ملی تاجیکستان، اینا همه منسجم شدند اطراف این مبارزه و هدف مشخص برای رهایی برادر شراف‌الدین گدایف از اسارت، از گروگانی که الحمدلله امروز این اتفاق افتاد. من در اینجا چند عامل را تاثیررسان میدانم. البته پیش از همه کمک خداوند بود، لطف پروردگار بود، چون که بدون کمک خداوند در این گونه حالتهای دشوار از دست چنین ظالم نظام مثل نظام رحمان آزاد کردن یک گروگان، یک زندانی کار آسان و ساده نیست، بخصوص در حالتی که این را همچون یک پیروزی بزرگ خود نشان دادن با همکاری با نهادها یا دایره‌های فسادزده کشورهای دیگر که این مسئله ساده و اندک نبود و مشخص بود که چند ماه‌های تیاری دیدن تا اینکه این عملیات به نتیجه برسد. و بعد از کمک پروردگار من فکر میکنم که این زحمت و تلاش ملت تاجیک بود و ملت تاجیک، حتی کسانی هم که علیه شراف‌الدین بودند، حتی کسانی هم که علیه پیمان، علیه نهضت و رهبریت آن بودند، در این لحظه حساس آمدن در پهلوی ما قرار گرفتند و دست جمعانه ملت در دفاع از شراف‌الدین گدایف برخاست. عامل دیگر این تلاش و زحمت‌های کشورهای اروپایی بود، بخصوص کشور هلند، کشور آلمان، سازمان‌های بین المللی. و طبیعی است که من فکر میکنم که بعد از آن که درک کردن که چی اشتباهی کردن در روسیه مقامات روس و اجازه دادن که یک عده از فسادزدگان این کشور در همکاری با مقامات تاجیکستان دست به چنین یک جنایتی آدمربایی زدن، اونها هم درک کردن و در لحظه های آخر تأثیر برای رهایی از این بحران که برایشان حکومت تاجیکستان درست کرد تلاش کردن و فشارهای هم آوردن تا اینکه قضیه شراف‌الدین به این شکل حل شد. البته اینجا دو تا عامل دیگر هم بود که بی تاثیر نبود. یکی این خود جسارت، شجاعت و کارهای خوبی که خود شراف‌الدین انجام داد قبل از رفتنش به مسکو و بعد از ربوده شدنش، زحمت و تلاشی که خانواده ایشان انجام داد، بخصوص مادر بزرگوارشان، خواهران و دیگر خویشتبار که بسیار هم جسورانه از شراف‌الدین دفاع کردند و البته آمدن مجبورن تحت شکنجه بعضی صحبت علیه ما کردن، هم مادری عزیز، هم شراف‌الدین و همه کسانی که تا این حادثه، حتی از خویش و تبار ما هم که از دیگر همکاران که علیه ما صحبت‌های تحت شکنجه در ویدیو میکنن، مطمئن باشن ما نه تنها ناراحت نیستیم از این صحبت علیه خودمان، بلکه اجازت هم داده ایم، بارها گفته ایم که هر کی اگر احساس میکند که صحبت علیه من یا علیه نهضت یا پیمان ملی تاجیکستان میتواند او را از شکنجه حکومت رها کند، اونا این حق را دارن. ما حق نداریم از اونا طلب کنیم، از شما بزرگواران طلب کنیم که شما ما را تنقید نکنید، بالاخره شما تحت شکنجه هستید، همونطوری که شراف‌الدین قصه کرد. بنابر همین جسارت و شجاعت این خانواده جسور هم تاثیر داشت. و البته در آخر من میخواستم زحمت و تلاشی همه مردم مبارز بخصوص پیمان ملی تاجیکستان رو در این قضیه درک کنم، ذکر کنم که خیلی هم تاثیر داشت. برادران و خواهران دست جمعانه با یک تیم منظم کار کردند تحت رهبری و همه امر و سپارش ها را خوب اجرا کردند و نتیجه این همه عامل ها، هم فشارهای اروپایی، هم فشارهای مردم، فشارهای رسانه‌ای و بخصوص فشارهای جامعه شهروندی و اون گروه هایی که حتی باز گفتم که
با نهضت و با رهبریتش و با پیمان مشکلی داشتن، اما آمدن در این قضیه در پهلوی ما قرار گرفتن. اینا همه در دست جمعی نتیجه خود را داد که نشان داد که ملت میتواند، اگر بخواهد ملت میتواند دشوارترین مشکلی را هم حل کند و این خودش یک پیام بسیار قوی برای ملت تاجیک شد، برای ما مبارزین شد که چگونه در همبستگی در کار منظم و با داشتن هدف مشخص میتوان به یک نتیجه رسید. البته این حادثه چند عبرت هم درس هم داشت. یکی عبرت فکر میکنم و باور دارم که برای خود شراف‌الدین گدایف بود، برای برادری عزیز که حتما ما بعدا صحبت خواهیم کرد که و امید داریم که انشاءالله در آینده این گونه حالت‌ها همیشه به نظر گرفته شوند و در مشورت با همپیمان‌ها همکاران من بعد اقدام‌های جدی گرفته شود و این نه تنها برای شراف‌الدین عبرت بود، برای ما هم در پیمان ملی عبرت بود که در آینده باید بیشتر هوشیار باشیم، بیشتر بعضی حالت‌ها با قاطعیت رفتار کرد و من امید دارم، باور دارم که عبرت برای همه دیگران هم بود و باید گفت که در این مدت فشار بالای ما خیلی زیاد بود. از دست دادن یک برادر به این شکل یک همپیمان کاری آسان نبود و به خصوص در حالتی که باز بالای ما فشارها از خیلی اطراف بیشتر شد در اون شب و روز و تلاش میکردن بالای ما تاثیر برسانند که ما این کارو نکنیم اون کارو نکنیم و حتی تهدیدهای هم صورت میگرفت که اگر فلان کارو پیمان انجام میدهد ما این خیلی میکنیم. این همه به خاطر آن بود که بالای رفتارهای پیمان ملی تاجیکستان به خصوص اون گروهی که وظیفه نجات شراف‌الدین را داشت تاثیر رسانده شد. اما باید بگویم که بعد از اون که تصمیم گرفته شد که این ستاد تأسیس بیابد و هدف مشخص شد و اعضایان این گروه کاری دستور داده شد که دیگر به فکر و ملاحظه و تهدیدهای هیچ کس نباید اهمیت داد و دقیقاً 100% طبق اون دستورات و راهبردهایی که گرفته می شود باید عمل کرد، چون در هر دو صورت ما را تنقیح خواهند کرد. اگر ما اقدام جدی کنیم برای رهایی شراف‌الدین، ما را تنقیح خواهند کرد که شما فکر شراف‌الدین را نکردید، او در حالت دشوار است و با این اقدام ها وضعیت او را بد خواهید کرد. اگر ما اقدام اینها را هم نکردیم و خدای نکرده شراف‌الدین آزاد نشود، ما از این بیشتر تنقید خواهیم شنید که چرا برای آزادی شراف‌الدین اقدام جدی صورت نگرفت، این همه امکانات ها را داشتید. بنابراین تصمیم بر آن شد که هدف اساسی نجات شراف‌الدین است و دیگر مهم نیست که دیگران بالای ما چی میگن، چگونه تنقید میکنند و خدا را شکر که تمام این تیم طرز کار کرد که هم گفته شد و نتیجهش هم آزادی شراف‌الدین بود. بنابر همین من این کار دست جمعی را، این پیروزی بزرگ را نتیجه کاری دست جمعانه همه ملت میدانم. هیچ حزب، هیچ گروه، هیچ شخصیت دعوای آن را نکند که به تنهایی توانست قضیه شراف‌الدین را حل کند یا شراف‌الدین را نجات بدهد. این عامل هایی که من ذکر کردم که کمش 5 یا 6 عامل تاثیر رسان بود، شاید از این بیشتر باشد ولی اونها تاثیر کمتر داشتن. در مجموع این عامل ها همش در یک سمت روانه شدند و نتیجهش هم آزادی سربلندانه برادر عزیزمان شراف‌الدین بود که من با نمایندگی از پیمان ملی تاجیکستان همه کسانی که در این کاری خیر سهم گذاشتن تشکر میگم، منتداری بیان میکنم و امیدوارم که این آخرین جنایت باشد که از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان علیه مبارزین صادر شده است. اما در اینجا یک نکته دیگر هم میخواستم بگویم که بار اول شاید بود که برخی از مقامات تاجیکستان حرف ما را جدی گرفتن و شنیدن و با مشورت ما کار کردن. یادتان باشد من در صحبت خودم گفته بودم که بهترین کار برای حکومت تاجیکستان بخصوص برای خانواده رحمان این است که شراف‌الدین را به اروپا برگرداند. هنوز ما کار را شروع نکرده بودیم، هنوز چیزی نگفتیم، اقدامی نکردیم، اما به حکومت این پیام را فرستادیم که مسئله جدی است و ما تمام تلاش را خواهیم کرد. هم شراف‌الدین آزاد می شود و هم شما در یک مشکلی بزرگ گرفتار خواهید شد. هم
نام‌های شما به لیست تحریم خواهد رفت، هم بسیاری از پرونده های شما در دادگاه های بین المللی بررسی خواهد شد که این بر ضرر شما انجام میشه. من فکر میکنم که با اون کبر و غرور، با اون شخصیتی که رهبریت تاجیکستان دارد که اصلا خودش رو یک نه تنها یک شاه یا پیشوا، بلکه من اگر که فشاری مردم نمی بود مثل فرعون خود رو شاید که خدا اعلان میکردن، چون رفتارهایشان به این دلالت میکند. برایشان آسان نبود که چنین یک تصمیم بگیرند که شرف الدین را برگردانند و این شکست را بپذیرند. من فکر میکنم و این یک پیامی هم هست، یک امیدی را هم با وجود میارد که در داخل خود حکومت و شاید در داخل خانواده، در بدن این گروه ها هستن هنوز هم کسانی که با مغز سر فکر میکنن، با کله فکر میکنن، با جای دیگرشان نه. و این امیدوار میسازد که در آینده چنین اشتباهی را نخواهند کرد و گاه گاه به حرف مخالفین، به حرف نیروهای دیگر هم گوش میدهند، حداقل در اون قسمتی که به منفعت شخصی خودشان هست. چون وقتی که اینها دیدن که به منفعت شخصیشان، به تجارتشان، به رفت و آمدشان در خارج ضربه میزند، اینها بالاخره این تصمیم دشوار را گرفتن و شرف الدین را رها کردند. اگر انسانی که حداقل منفعت خودشان را هم درک کند، این هم یک نشانه نیکی است. من فکر میکنم که اون بخشی از خانواده که هنوز جوان هستند و درک میکنند که با کدام راه رفته ایستادند و در آینده نزدیک چه مشکلی آنها را انتظار هست، باید از این قضیه درس عبرت بگیرند و نه هم آن چیزی که ما میگیم این را همچون سخن رقیب یا دشمن قبول کنند. گاه گاه به حرف مخالفین خود هم گوش بدهید، حداقل در اون قسمتی که به منفعت شخصی خودتان هست. من میدونم که شما به منفعت ملت و کشور هیچگاه اقدام نخواهید کرد، اما گاه گاه به منفعت شخصی خودتان هم که باشد حرف مخالفین را بگیرید و نه خود و نه ملت را وارد این بحران ها نکنید. حالا که تا اون وقت ما نمیدونستیم که سامان ایر در این قضیه شریک است. ما گفته بودیم که خود رحمان، خانواده، وزارت‌های قدرتی حتما مورد تحریم و سانکسیون بین المللی قرار خواهند گرفت. بعداً معلوم شد که شرکت هواپیمایی سامان ایر هم در آدم دزدی دست داشته است. شرکت سامان ایر اگرچه مال خانواده رحمان هست، اما ثبت نام شده در اروپا است. این یک شرکت اروپایی هست. همین است که پولهایش مستقیما به اروپا میاد. از این پولهای سامان ایر ملت تاجیک، بودجه تاجیکستان هیچ برده نکرده است. برعکس این از حساب تاجیک ایر شرکت ملی بای میشوند، پروازها را اینها گرفتند و این پول میرود به اروپا، چون که این شرکت در اروپا ثبت شده است. اما همچنین یک شرکت اروپایی که در دزدیدن یک انسانی که در پناهنده اروپا بود از روسیه با شرکت سامان ایر بالت و کوب کردن از طرف کارمندان سامان ایر، مطمئن باشد که این شرکت به زودی در دادگاه‌های بین المللی و اروپایی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. من احتمال زیاد میدهم که این شرکت تحت سانکسیون قرار خواهد گرفت و پروازهایش به اروپا و به بسیار کشورها منع خواهد شد. چرا؟ برای اینکه در دزدی انسان، در قاچاق انسان دست داشت. حالا دیگر ببینیم چی میشه. من اون وقت گفته بودم که ما تهدید نمیکنیم، بلکه ما واقعیت ها را گفته ایستادیم و طبق واقعیت ها پیش میریم. ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد که جامعه جهانی بداند، آگاه شود که تاجیکستان در دست یک عده دزد، آدم ربا، قاچاقچی قرار دارد، چه در مسائل اقتصادی، چه در مسائل سیاسی و چه در مسائل بین المللی. و این گروه خودش هر روز بیشتر به جامعه جهانی فکت و دلیل های علاوه‌ای داده ایستاده است. من قبلا گفته بودم که وقتی که ما به دادگاه‌های بین المللی مراجعت کردیم، گفتن که دلیل ها وجود دارد اما ضعیف است، دشوار است با این دلیل ها رهبری تاجیکستان رو به دادگاه بین المللی کشید. اما بعد قضیه شرف الدین گدایف الان تمام این پرونده ها کامل شدن و دیگر هیچ ضرورتی ندارد که ما یک پرونده علاوه‌ای به دادگاه ارائه کنیم. همین دزدیدن انسان و شرکت سامان ایر کافی است که اثبات شود از کی هست، کیها دست داشتن، تا اینکه این قضیه به دادگاه بین المللی برود. بنابراین ما فکر میکنم که پیمان ملی و دیگر نیروها این
فعالیت خود را در این سمت ادامه خواهند داد. قضیه شراف‌الدین بسته نیست، بسته نخواهد شد. دیگر این در دست مقامات تفتیشاتی هلند هست، اروپایی هست و پیمان ملی هم فعالیت خود را در این سمت آهسته آهسته طبق قانون سراسیمه نشده ادامه خواهد داد و هموطنان عزیز را در آینده نزدیک در جریان خواهیم گذاشت. خب دوستان عزیز، یک مسئله دیگری که اخیراً پیدا شد و ما را خیلی هم نگران و مایوس کرد، این قضیه برادر عزیزمون استاد محمد علی حییت است که اخیراً همسرشون در رسانه‌ها اظهار کردند بعد از ملاقات با ایشان در زندان که طول این همه 3.5 سال محمد علی حییت تحت شکنجه پیوسته قرار داشته است. البته ما هیچ شک نداشتیم در آنکه اونها شکنجه بشوند، هم محمد علی حییت، هم استاد سید عمر حسینی، هم دیگر استادان و برادرانی که در زندان ها هستند. اما اونها تلاش میکردن همیشه به ما معلومات های را بدهند که هم ما را آرام کنند و هم با این دادن این معلومات ها که هیچ شکنجه ای نیست وضعیت خود را در داخل زندان ها بهتر کنند، از شکنجه های بیشتر خود را برهانند. چون امید داشتن که اگر درباره شکنجه ها در خارج گپ نزنند، خیش و تبرشون ندانند، شاید که این حکومتداران رحم میکنند و اینها از شکنجه دست بردارند. اما طبیعت این حاکمیت امروزه این نیست. طبیعت اینها برعکس است. من یادم هست چند سال پیش با یکی از شخصیت‌های معروف تاجیکستان که اسمش رو نمیگیرم، به خاطر آنکه شکنجه نشود، چون الان در داخل تاجیکستان است، ایشون به من گفته بود، سال 2013 بود تقریبا، گفت چرا هم شما در مقابل این ظلم‌های حکومت همیشه صبر میکنید، اعتراض نمیکنید و از ظلم و از قانونشکنی و از عهدشکنی اینها صحبت نمیکنید؟ من گفتم چون یکم که نمیخوایم تاجیکستان سیاه شود، بعدا فکر میکنیم شاید خودشون عقل کنند و به یک روز به نتیجه برسن که خب دست بردارن از این ظلم و شکنجهشون، از این قانونشکنی و بدعهدیشون. ایشون به من گفت که ببین محیدین، من شما رو درک میکنم، شما همچین یک وطن دوست، همچین یک ملت دوست رفتار میکنید، اما گفت من کارگری ساحه با روانشناسی کم و بیش کار دارم. من در رفتارهای حکومت تاجیکستان به خصوص در گروه حکمران رفتار یک منیک رو میبینم که اینها منیک، گفت یک قاعده دارد که هر چقدر که طعمه‌اش، قربانیش خاموش باشد و صبر کند، همون قدر بیشتر به غضب می آید، عصبانی می شود، فکر میکند که این پس از من نمیترسد، این پس این شکنجه های من به این تاثیر ندارد که این صدا بلند نمیکند، شکایت نمیکند و بیشتر شکنجه میکند. شما این حکومت را همچون یک منیک بشناسید، منیک رفتار کنید. وقتی که شما اعتراض میکنید، صدا بلند میکنید و دست به اعتراض و به مبارزه و مقاومت میزنید، اینا آرام میشن، فکر میکند که خب الان شکنجه هاش تاثیر کرد و راحت میکند از این شکنجه و عذابش که نتیجه داده ایستاده است. من اون وقت به حرف این نفر چندان توجه نکردم و نمیشه گفت که باور نکردم، بلکه گفتم که ایشان شاید که کمی مبالغه میکنه در بها دادنش که این حکومتداران تاجیکستان منیکن، اینها باید همیشه شکنجه کنن، بکشن، عذاب بدهن، بزنن، زندانی کنن. اما الان دیدم که نه، این واقعیت داشته است. قضیه شراف‌الدین همین را اثبات کرد. وقتی که اعتراض را دیدند، مقابله را دیدند، فهمیدند که دیگر بیهوده است، رها کردند. صدها، دهها آدمایی که دزدیدن از محمد روزی اسکندر سرکرده تا مقصود ابراهیم و دیگران رو رها نکردند. چرا؟ برای که مبارزه نبود، مقاومت نبود، اعتراض نبود. محمد علی حییت را 3.5 سال شکنجه کردند و دوام دادند، دست نبرداشتند برای که اعتراض نبود، هیچ کس نمیدونست. اما از روزی که همسرش این را رسانه‌ای کرد، همه ما آگاه شدیم و این جریان اعتراض راه اندازی شد. رهبر زندان‌های تاجیکستان واکنش نشان دادند و گفتند که نه، این چنین نیست و خودشون زیر نظارت خواهند گرفت که نسبت محمد علی شکنجه نشود. پس این نشان می‌دهد که ما هموطنان عزیز باید گاه اعتراف کنیم که بعض تحلیل‌ها و بهادی از طرف شخصیت‌های تاجیکستان را اشتباهاً نادیده می‌گرفتیم و وقتی آنها گفتند که ملت تاجیک این حکومت رو نادرست شناخته است، اینها منیک هستند، ما اهمیت ندادیم. امروز باید به حکومتداران تاجیک همچون طبیب رفتار کرد. ما باید طبیب باشیم، با یک
گروهی که بیماری روانی دارن، منیک شدن، اینا همیشه باید خون بریزن، ارتش بکشن به بدخشان، به غرب، به ضد ملت خود، باید که عذاب و شکنجه کنن. همون وقت آرام میشوند که مشت زور رو درک کنن، حرف قطعی را درک کنن، اقدام های قطعی را درک کنن و احساس کنن که منفیت هاشون زیر خطر می رود و خودشون هم حکومت را از دست خواهند داد و هم مال و ملکشون را. دقیقاً وقتی همین را درک کردن آمدن صلح کردن. وقتی که نیروهای پیشرفته مجاهدین اپوزیسیا در تپه سمرقندی و در داخل منطقه کلاب وارد شد و تا غرم و تا وحدت رسید، اینها دیگر علاج نداشتن، آمدن صلح کردن. اما وقتی که ملت رو بیرون از مرز تاجیکستان کردن، حرفشون چی بود؟ گفتن ما میان اینها رو شکستیم و دست اینها در خون آغشته است و هیچگاه صلح نخواهیم کرد. اما وقتی که دیدن که نه نمیشود، آمدن صلح کردن. الان دیدن که نمیشود، شراف‌الدین رو رها کردن. من باور دارم که ملت مستحکم بیستد و باید بیستد. حتما این شکنجه رو علیه زندانیان قطع خواهند کرد و ما انشاءالله با کمک خداوند، با کمک ملت، با آزادی اینها خواهیم رسید. چرا؟ برای اینکه الان پرونده 3 نفر در سازمان ملل بررسی شد، قرار برآمد. الان پرونده 8-9 نفر دیگر هم در دست کمیسیه حقوق بشری سازمان ملل هست و آنها به زودی قرار خواهند برآورد. آهسته آهسته جامعه جهانی درک خواهد کرد که در تاجیکستان یک عده از فرزندان این ملت زندانیان شکنجه میشوند و باید این حکومت جزای خود را ببیند. ما حالا چه پیام داریم به حکومت داران؟ من در صحبت قبلی قضیه شراف‌الدین هم گفتم که ما اهل تهدید نیستیم. حالا هم در قضیه محمد علی حید ما شما را تهدید نمیکنیم و خیلی هم آرامانه ولی با قاطعیت میگیم که اولش اینکه دست از شکنجه همه زندانیان بردارید. اگر کمترین خبر از شکنجه زندانیان از این به بعد به ما برسد، مطمئن باشد که ملت با تمام امکاناتش جامعه جهانی را بسیج خواهد کرد، سفربر خواهد کرد، در حمایت این زندانیان خواهد بود. فرق ندارد این زندانیان از حزب نهضتند، از گروه های دیگر هستند، از حتی سیاسی هم نباشند، اما اگر شکنجه زندانیان شد بدانید که اونا همه زندانیان برای ما استاد محمد علی حید هستند. پیام دیگری ما این است که باز هم بدون تهدید ولی آگاه میکنیم که هر چه زودتر در فکر رها کردن زندانیان سیاسی باشید. من در قضیه شراف‌الدین به شما گفتم که شما راهش رو اگر بخواهید پیدا میکنید، بهانه پیدا میکنید که شراف‌الدین رو چگونه رها کنید، آزاد کنید. بهانه هم پیدا کردید، گفتید خودش با اختیار خودش برگشت و الان عفو شد و الان برمیگردد. حالا که دیگران رو رها نکردید، دیگرانی که برگشتن اونها گروگانن، اما شراف‌الدین مجبور شدید که رها کردید و بهانه هم پیدا شد. برای آزاد کردن محمد علی و سید عمر حسینی و دیگر زندانیان سیاسی هم خودتون بهانه پیدا میکنید و میتوانید پیدا کردن و این رو باید پیدا کنید. حتی اگر بهانه هم نباشد این جنایت خود را قطع کنید، خودتون رو در پیش ملت و قانون کشور از این بیشتر گناهکار نکنید. بنابراین مطمئن باشید که محمد علی حید دیر یا زود اگر نکشیده شهیدش نکنید آزاد خواهد شد. اما من این را مشخصا به چند نفر میگم. حالا پیشتر پیامم به خود رحمان بود، الان به خود منصور عمرов هم که به واسطه مسئولیت زندان ها را دارد و من ایشون رو میشناسم، عمر رو میشناسد. ما اون زمانی که وکیل مجلس نمایندگان بودم ایشون معاون وزیر امنیت بود، رئیس کمیته امنیت، ملاقات ها داشتیم، ملاقات های کاری بود و در مناسبت های گوناگون یکدیگر رو خوب میشناسیم و او هم میدوند که من اهل تهدید نیستم و من هم او را میدونم که در مقایسه با مسئول قبلی زندان ها که یک انسان واقعا هم منیک و جلاد بود، یک انسان نسبتا بهتر هست و باید این را اثبات کند که انسان قانون محور هست. خیلی مواظب باشد، رعایت کنند این مسائل را، چون این معنی ندارد که اصلا وارد لیست سانکشن نخواهد شد، اما خیلی وابسته از آن است که چگونه رفتار خواهد کرد با زندانیان. و نه تنها منصور عمرов بلکه وزیر عدلیه هم که وزیر هست و الان زندان ها کاملا در اختیار وزارت عدلیه هست،
و تا امروز از تمام این حرف و صداها بیرون مونده است. چون یک انسان اولش این که نماینده یک منطقه دیگر است، دیومش در مسئله های بحثناک زیاد وارد نیست. اما نباید در بین این همه ظالم ها، در بین این همه خونخوارها و به اصطلاح عقابان جنگی ما بیا یک وزیر داریم که کبوتر صلح هست یا هیچ ربطی به این ظلم و به این شکنجه ها ندارد. بالاخره وزیر عدلیه هم که اگرچه یک شخصیت رمزی هم باشد یا پروتکلی هم باشد در وزارت عدلیه، ولی وزیر هست و او یک انسان تحصیل کرده است، من خوب میشناسم، انسانی دغل نیست. اما نباید فراموش کند که تمام این شکنجه ها، بستن حزب نهضت، این تقلب ها، این جنایت هایی که علیه اپوزیسیا کرده شد، علیه زندانی ها کرده می شود، در زمان صادر شد که ایشان وزیر بودند. من ایشان رو هم خوب میشناسم. حتی قبل از آن که حزب نهضت را ببندند، دقیقا در آخرهای ماه اوگوست یک هیئتی را با رهبری سید عمر حسینی با اشتراک سیف الله زاده، شاید اگر اشتباه نکنم محمد جانی نوری و عبدالقهار دولت، برای گفتگو با وزیر عدلیه فرستادم. خودم در استانبول بودم، گفتم بیایید این وزیر نسبتا یک انسان تحصیل کرده و معتدل هست، برایش بفهمانید که دارد قانون را ویران میکند. بستن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که اون وقت میخواستن ببندند، بهانه نداشتن، برای تاجیکستان یک مصیبت است، ضربه به تاجیکستان میشود. یگان مشکلی تاجیکستان را حل نمیکند، برعکس بیشتر میکند. این را به وزیر بفهمانید که دقیقاً الان همین شد. اقتصادی تاجیکستان بدتر شد، وضع امنیتی بدتر شد، وضع سیاسی و چهره تاجیکستان در جهان بدتر شد. دقیقاً همون چیزی که ما به وزیر و به حکومت میخواستیم بگیم. اما دوستان با من برگشتن گفتن که ما با وزیر صحبت کردیم، وزیر به چشم ما نگاه نمیکرد. وقتی صحبت نگاهش رو میگریزان، فقط میگفت که حزب را خودتون ببندید، خواهش میکنم چون که بعد کار بدتر میشود، من از شما خواهش میکنم که تصمیم گرفته شده است و خودتون حزب را ببندید، اعلام کنید که حزب بسته شده است تا اینکه یگان کاری از این بدتر نشود. و من گفتم که وقتی که وزیر این حرفا رو میگفت، نگاهش رو میگریزان، پایان نگاه میکرد و به چشم ما نگاه نمیکرد. اما هدفش چی بود؟ به خودش معلوم. پس امروز معلوم شد که هدف وزیر این بود است که میدونست که اگر حزب نهضت خودش رو نبندد، با این راه با یک بهانه، با یک فتنه بسته می شود و رهبریت حزب زندانی خواهد شد. این را جسارت نداشت که بگوید، اما با حرفای دیگر میگفت. الان من میگم که این جنایت ها در زمان وزیری او صادر شد و خودش را یک موسیقی بیگناه نگیرد، نگوید که این همه از طرف عزت الله شریفوف و از طرف منصور عمرов و از طرف رحمان و امنیت و وزارت داخله می شود. من یک وزیر محترم هستم. نه، در زمان شما شده است، شما مسئول هستید، به واسطه مسئول وضعیت محمد علی حید و دیگر زندانی ها شما هستید. اگر نخواهید که اسمتون در اروپا، در غرب وارد لیست مگنیتسکی و تحریم ها شود. بنابراین من این صحبت رو با مسئولین خواهم کرد. اما درباره برادر و استاد عزیزمان محمد علی حید که واقعا به من حق استادی دارن، استادی نه اینکه به من درس داده باشن، نه، الان استاد محمد علی حید استاد همه تاجیکستانیان در مسئله صبر و جسارت و استواری هست. یعنی هر تاجیکی که میخواهد مکتب استواری و جوانمردی را بگذرد، باید که از استاد محمد علی حید درس بیاموزد. اگر محمد علی حید همون طوری که دشمنانش میگویند خائن هست، وطن فروش است، پس بداند که در تاجیکستان یگان وطن دوست و صادق نیست، نداریم دیگر. اگر همین مرد خائن هست برای بعضی ها، پس بداند که در تاجیکستان یگان نفر صادق و وطن دوست نیست. صادق ترین، وطن دوست ترین و جوانمردترین تاجیک امروز بعد از استاد نوری من محمد علی حید رو میبینم. محمد علی که افسر خدمات جاسوسی شوروی بود، اما احمد شاه مسعود را نجات داد. شما بروید کتاب خارجی ها نوشتن درباره احمد شاه مسعود، وقتی که در اونجا میگن که ترجمان تاجیکی شوروی احمد شاه مسعود را از ترور نجات داد. احمد شاه مسعود یگانه نفری که از ارتش شوروی دوست می داشت محمد علی حید بود. محمد علی حید یگانه کسی بود که اگرچه افسر شوروی بود و
وظیفهش مبارزه علیه مجاهدین افغان بود، اما چون یک انسان وطن دوست، ملت دوست بود، یک مسلمان واقعی بود، درک کرد که احمد شاه مسعود یک انسان وارسته آزاده هست، او را باید نجات داد و توانست با این جوانمردی و شجاعت خودش هم احمد شاه را نجات داد و هم توانست که بین احمد شاه مسعود و ارتش شوروی گفتگو را راه اندازی کند. این همه باعث آن شد که محمد علی حیات را وقتی که با بالاترین جایزه شوروی بعد از قهرمان اتحاد شوروی، این اردن کراسنای زوزده بود، محمد علی حیات را با اردن کراسنای زوزده برای خدمت‌هایش در ارتش شوروی مکافاتانیده بودند. اما بعد از آن که به بالا شکایت بردند خدمات جاسوسی دیگر که این یک ملت دوست است، یک ملتگرا هست و با احمد شاه مسعود ارتباط دارد، محمد علی حیات را برگرداندند به تاجیکستان، جایزه هاش را گرفتند، مکافات هایش را گرفتند، عنوان هایش را گرفتند و پرونده او را بردند به دادگاه، همچون برای آنکه با احمد شاه مسعود ارتباط داشت. اما بعدا محمد علی حیات از طریق سود اثبات کرد که این خدمت هایش برای نجات دادن یک جوانمرد بود است، یک انسان آزاده بود، نه به خاطر آنکه به شوروی ضربه بزنند، و اثبات کرد که یک کار درستی هم کرده است و باز برگردوندند و اون جایزه و عنوانهایش را طریق سود برقرار کرد. اگر امروز احمد شاه مسعود برای ما قهرمان ملی هست، حق نداره محمد علی حیات در زندان باشد. اگر احمد شاه مسعود زنده می بود، من مطمئنم که التیماتوم میمون بر رحمان که محمد علی حیات را آزاد کند. اگر آزاد نمیکرد، با واسطه زور و تمام امکانات را خرج میکرد که محمد علی را از زندان رها کند. احمد شاه مسعود و محمد علی حیات این دو نفر با هم همراه هستند و باید همراه بحث و بررسی شوند. کسی دشمن محمد علی حیات است، دشمن احمد شاه مسعود است، دشمن ملت تاجیک است، دشمن استقلالیت است، دشمن جوانمردی است. و من در اینجا بیشتر از این نمیگم درباره محمد علی حیات و این بهایی که دادم خاص همه زندانیان هست، ولی در رأس آنها برادر محمد علی حیات است و بدانید که تمام فعالیت من بعده ما یکی از سمتش این آزاد کردن زندانیان سیاسی و بخصوص برادر محمد علی حیات خواهد بود. خب در آخر من یک مسئله دیگر را خیلی کوتاه میخواهم بگم و با همین بگذاریم با سوال و جواب ها. این هم باشد امروز وضعیت شبکه‌های اجتماعی بخصوص نرخ نوا و قیمت شوی نرخ اینترنت در تاجیکستان است. برادران عزیز، هموطنان گرامی، ببینید چرا حکومت تاجیکستان میخواهد امروز اینترنت را محدود کند؟ حالا که محدود کرده است، بلاک مانده است بسیاری از سایت ها و شبکه ها، اما باز میخواهد نرخ را بالا برد و حتی یک دعوای احمقانه دیگر هم کرده است که از گوگل، فیسبوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی مثل واتساپ و وایبر انداز هم بستاند. اصلا اونها یا دانش ندارند یا نمیدونند که این شبکه ها در هیچ جای دنیا اندازپرنداران نیستند مگر اینکه در اون کشوری که ثبت نام شدند، همچون شرکت. در تمام دنیا اینها آزادانه عمل میکنند چون از فضا استفاده میبرند، نه از امکانات لاجستیکی محلی، و اصلا امکان ندارد که اونها انداز بسپارند. اما همونطوری که بیگ ظهورov یک وقت طلب کرده بود که فیسبوک بیاد انداز بسپارد که باعث خنده و مسخره تمام جهانیان شد، امروز مسئول دیگری مقامات انداز دعوا دارد که باید این شرکت ها با تاجیکستان انداز بسپارند. خب حالا بحث انداز جای خودش، میتونه نمیتونه این کار دیگر است. اما چرا یک باره میآیند نرخ اینترنت رو بالا میبرند؟ هدف چی است؟ آیا هدف پر کردن بودجه است یا هدف محدود کردن اینترنت است و قطع کردن ارتباط مردم با خارج، با اینترنت و با شبکه‌های اجتماعی؟ من فکر میکنم که هر دو این عامل تاثیر دارد. اولش این که حکومت تاجیکستان در نتیجه این سیاست‌های نادرست اقتصادی در یک وضعیت و بحران شدید اقتصادی قرار دارد. از یک طرف میآید انداز مردم رو بالا برده است، اندازبندی تلفن ها، شبکه‌های اجتماعی، اینترنتی رو بالا برده است چون بودجه خالی شده است. از طرف دیگر میآید شرکت‌های خانواده رو از انداز آزاد میکند. شرکت فراز، شرکت اون خانواده که هتل‌های 5 ستاره‌ای میسازد، 10-15 سال است که یک مهمانخانه رو نمیسازند، مهمانخانه اسماعیل سامونی، و هر سال در
قانون بودجه یک بند مخصوص وارد میکنن که این شرکتی که این مهمانخانه رو میسازد که شرکت خانواده است از انداز آزاد است. شرکت های دیگری خانواده است که باید میلیاردها تومانی به بودجه انداز بسپارند از انداز آزاد میشوند، این پول رو میفرستند به خارج، اما میآیند شرکت های مردم را، تلفن های مردم را و کارخانه های را انداز بندی میکنند که شب و روز برای مردم خدمت میکنند. یکیش همین خدمات تلفنی هست، شرکت های موبیلی هست، یکی دیگرش اینترنت هست. ببینید همسایه کشوری ما قرقیزستان از روی نرخ اینترنت در جهان از روی ارزانی جای دوم هست. بعد از هندوستان قرقیزستان جای دوم رو میگیرد از روی ارزانی نرخ اینترنت. برای همین است که ملت قرقیز جسور است. اگر حکومت قرقیزستان نرخ اینترنت رو بلند کرد، فردا این حکومت رو ملت یا انقلاب میکند، از قدرت دور میکند، یا در انتخابات یک کسی دیگر رو میارد. چرا رحمان هر سال انداز اینترنت و شبکه‌های اجتماعی تلفن رو بیشتر میکند؟ برای اینکه از ملت ترس ندارد. این ملت از دستش کار نمیاد. چه قدری که بخواهد حکومت میکند، پسرش رو میارد، دخترش رو میارد. ملت جسارتی حتی اعتراض کردن ندارد. همین است که در ما نرخ اینترنت، نرخ تلفن و انداز آب و برق و اینا همه بالا می رود، اما در قرقیزستان نه. در قرقیزستان برعکس پایین می رود. حکومت قرقیزستان وعده داد که در آینده نزدیک اصلا اینترنت رو به پول میکند و خواهد کرد. برای چی؟ برای اینکه حکومت میخواهد که در انتخابات آینده مردم قرقیز با او رای بدهند. حکومت تاجیکستان از رای مردم تاجیکستان نمیترسد. چرا؟ مردم اگر 100% رای هم ندهد با واسطه تقلب و ساختکاری نتیجه انتخابات را 70-80% به نفع خودش یا به نفع فرزندش اعلان خواهد کرد. این ما هستیم ملت عزیز، ملت محترم که اجازت میدهیم که رحمان هر جنایتی که بالای ما بخواهد انجام میدهد. امروز ما در نرخ اینترنت در جهان میدونید در برابر کدام کشورها قرار گرفتیم؟ در برابر کشورهایی که یا سطح زندگی به اون حد بالا هست، مثل ژاپن، امریکا، یا کشورهایی که مثلا در اروپا ماهانه 6-7 هزار یورو درآمد دارند، یا در قطار کشورهای افریقایی دیکتاتوری مثل زیمبابوه که در اونها نرخ مثل تاجیکستان بلند است. چرا؟ دیکتاتورها میترسند که اگر نرخ اینترنت ارزان باشد، مردم از اینترنت شبانه روزی استفاده میبرد، فیلتر شکن نصب میکند، فیسبوک رو میدراید، یوتیوب رو میبیند، حرف و صحبت های رهبران اپوزیسیون رو میشنود، تماشا میکند. اینا از این میترسند. رهبریت زیمبابوه که 30 سال بیشتر شد یک نفر در سر حاکمیت است، رهبریت تاجیکستان عیناً یک رفتار میکنند. از مردم میترسن، از اینترنت میترسن، از تلفن مردم میترسن، از اپوزیسیون میترسن. نرخ اینترنت و تلفن رو بالا میکنن تا اینکه مردم نتواند استفاده برد. و از طرف دیگر مردم هم چاره ندارد، جسارت ندارد که مثل مردم قرقیز که بیاد اعتراض کند و اجازت ندهد که حکومتش این جنایت ها را، این اشتباه ها را کند. بنابراین همین ما برای نظر هستیم که این مشکلاتی که در مجموع هست، چی از نرخ اینترنت، چی از نرخ گفتگوی تلفنی، چی از قیمت شدن نرخ آب، نرخ برقی که الان دیگر قطعش کردن و خبرهای داریم میگن که ساختمان راغون هم دیگر به تعطیل شده است یا که تقریبا باز ایستاده است، وقتی که هم سنگ‌توده کار کرده شده است. چرخه اول راغون به کار در آمد و اونم در فصل بهار، در وقتی که سیرابی است. چرا برق مردم باید قطع شود؟ پس اینجا مشکلی هست، از مردم پنهان می‌دارند یا میفروشند به خارج، پول را در جیب خودشان میگذارند و مردم هم اعتراض نمیکنند، یا در حقیقت وارد یک بحران شدند که دیگر خودشان نمیدانند با چه راه از این وضعیت بیرون بیان. یگانه راه مونده است دست دراز کردن به جیب مردم، به کیسه مردم و از حساب مردم پول بیشتر ستاندن. خب اگر مشکل اقتصادی است، چرا از پولهایی که به خارج بردید در صورت حساب‌های آفشوری در جزیره‌های ویرجین، در بریتانیا، در جاهای دیگر پنهان میکنید؟ میلیاردها دلار را چرا از اون استفاده نمیکنید؟ پولی که از راه دوشنبه خوجند هر ماه میلیون‌ها دلار را جمع میکنید از مردم به خارج میفرستید، چرا از اون استفاده نمیشد؟ چرا در این حالتهای دشوار اقتصادی
از کیسه مردم پول میگیرید. مردمی که به اینم هیچ چیز ندارد، در روسیه مردی کاری میکنن، در تاجیکستان مردی کاری میکنن، از کیسه مردم پول رو میگیرید. بگیرید همون پولایی که در صورت حسابای خودتون شخصیتون در خارج موندین، اون پول ملت است، پول شما نیست. البته اون دیر و زود برمیگردد، حتما به زودی آشکار خواهند شد و یا حکومت عوض شد اون پول ها برمیگردد یا تحت سانکسیا قرار گرفت و بلاک شد، اونا برگردونده میشن. اما خوبش این است که خودتون با دو دستی ادب برگردونید به ملت این پول ها را و علاوه از حساب مردم، از حساب کیسه مردم این پول ها را دیگر نستانید. حالا در عموم میتون جنبست کرد که از لحاظ اقتصادی کشور در یک حالت بسیار دشوار قرار دارد و من در یک از صحبت‌هایم گفته بودم که حتما به بحث مشکلات و مسائل اقتصادی خواهیم پرداخت، اما این مسئله شراف‌الدین گدایف و محمد علی حیی پیش آمدن که موضوع صحبت‌های ما را تغییر داد. اما در آینده نزدیک من یک صحبتی خاص درباره وضعیت اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان خواهم کرد و حتما این موضوع ها رو پیگیری خواهیم کرد. حالا دوستان عزیز، بینندگان محترم، من در اینجا صحبت خود را به انجام میرسانم و نوبت رو به استودیوی مرکزی میدیم. اگر سوال، پیام، ملاحظه از تماشابینین و هموطنان عزیز آماده باشد ما در خدمت هستیم. تشکر زیاد. بله، یک چند سوال در پشت الکترونی وارد شده است. خب الان یک سوال که از شاکر جان سوال داده است نسبت قضیه مرزی کشور که چرا حکومت گزارشی دقیق برای مردم نمیدهد. ایشان میخواست است نظر شما را بفهمد. و دوم سوال از شهروند عبدالرحمن جان: آیا راست است که استاد محمد علی حیی جان احمدشاه مسعود را نجات داده است؟ خب علاوه در همین سوالش تمنا کرده است که تمام زندانیان آزاد شوند و از شما هم تشکری کرده است که زحمت کشیدید امروز در حوادث آخر کشور صحبت کردید. خب دیگر سوال ها هستند، لطفاً اول به همین سوال ها جواب دهید و میگذاریم به سوال های بعدی. بفرمایید. خب سلامت باشید دوستی عزیز. شاکر جان، سوال شما چرا حکومت گزارش دقیق از وضعیت اسفره یا واروخ نمیدهد؟ من قسما در صحبتم گفتم که چرا، اما حکومت تاجیکستان تا امروز در کدام مسئله به مردم گزارش دقیق داده است که در این موضوع اسفره گزارش بدهد؟ آیا شما گزارش دقیق درباره مثلا مشکلات اقتصادی دارید، درباره وضعیت راغون دارید، گزارش دقیق درباره اینکه چرا برق نیست دارید؟ حتی وقتی که حکومت تاجیکستان برای راغون از مردم پول جمع کرد، مردم سهمیه خریدن، یعنی ملت تاجیک سهام راغون هست، سهمیه راغون را دارد. راغون مالکیت ملت تاجیکستان است. هر یک شهروند تاجیکستان از دو جهت صاحب ملک راغون است. یکی اون که از پول بودجه ساخته شده است، بودجه از ملت است. دیگه که ما و شما به واسطه سهمیه خریدیم، صاحب ملک راغون هستیم. همچنان که ما صاحب ملک سنگ توده هستیم. یادتان است همین حکومت در سالهای اولی آمدنش به سر قدرت از مردم سهمیه جمع کرده بود، سهمیه فروخته بود و سنگ توده را به مردم فروخته بود. امروز یگان گزارش حکومت درباره سنگ توده به ملت داده است یا درباره راغون داده است؟ نه. حکومت تاجیکستان، من باز تکرار میکنم، از ملت ترس ندارد، خودش را گزارش دهنده و مسئول در نزد ملت نمیداند، از رأی مردم هم وابسته نیست، کاملا از ملت جدا هست. بنابراین هیچ گزارش از حکومت درباره وضع راغون، عذر میخوام، وضع واروخ و اسفره منتظر نباشید. این حکومت قرقیزستان است که به ملتش گزارش میدهد، چون ملت از حکومت طلب میکند، از وکیل طلب میکند.
ما باید عبرت بگیریم از ملت قرقیز، از ملت ارمن، از ملت الجزایری که امروز مجبور کردن یک رئیس جمهوری که همگی 20 سال پرزیدنت بود گفتن نه دیگر اجازت نداری، اگرچه کنستیتوسیون اجازت میدهد خودت حق نداری، بس یک نفر دیگر بیاید و مجبور کردن با یک تظاهرات های صلح آمیز که این دیکتاتور قبول کرد که دیگر نامزدیش رو نمیگذارد. این 30 سال می شود که ما یک رئیس جمهور داریم و از تیار کرده است که بود فرزندش رو بیارد. ما تا اون روزی که این سرخمی و این بیگفتگی رو در ملت اگر نگه بداره مطمئن باشد که هیچ وقت حکومت به ما و شما گزارش نخواهد داد. در یگان مسئله برعکس حتی شرح نمیدهد که چرا اینترنت رو قیمت میکند. یک بهانه بسیار احمقانه پیدا کردن که اینترنت بیا به سلامتی انسان ها ضرر داشته است. یعنی همین حکومت گویا که در غم سلامتی شهروندان هست و به همین خاطر اینترنت رو قیمت کرده است. یا اروپایی ها و اون کشورهایی که اینترنت رو به پول میکنن اینها در غم سلامتی ملت خود نباشن. یعنی تنها حکومت تاجیکستان است که هم دستش رو به جیب مردم میاندازد، در فکر سلامتی و زندگی مردم نیست، از بیمارها پول میگیرد، رشوه میگیرد، در فکر سلامتی مردم نیست. اما وقتی که مسئله نقل شد میگوید که ما با اون خاطر بلند کردیم که به سلامتی مردم ضرر دارد. اما درباره سوال دیگر که برادر عبدالرحمن داده است، آیا راست است که محمد علی حید جان احمد شاه مسعود را نجات داده است؟ من در این باره دوستی عزیز گفتم و این در کتاب‌های خود محققین ثبت شده است. این را بسیار کسان می‌دانند. اتفاقاً همین روزهای نزدیک بسیار از شاگردان و دوستان افغانستانی ما از پیروان احمد شاه مسعود به من زنگ زدند و تماس گرفتند، چون اونها هم میدونستند که محمد علی حید زندانی هست. اما وقتی از شکنجه محمد علی آگاه شدن به من زنگ زدند، از احوال محمد علی حید پرسان شدند و گفتند که ما خودمان را قرضدار محمد علی حید میدونیم و بسیاری از مردم افغانستان اونایی که احمد شاه مسعود را دوست می‌دارن میدونن که محمد علی حید چه خدمت‌هایی برای این مردم کرده است، چه خدمت‌هایی برای احمد شاه مسعود کرده است. من به این سوال قبلا یعنی در صحبتم گفتم، دیگر ضرورت به تکرار نمی‌بینم. بفرمایید دوستان در استودیو. خب تشکر زیاد. یک نفر دیگر به نام علی احمد در پست الکترونی پیمان ملی تاجیکستان سوال ارسال کرده است. خب این نفر 5 نفر سوال ارسال کرده است. تقریبا 3 سوالش یعنی موردی بررسی است و سوال های دیگرش بسیار تحقیر است. به همین خاطر ما سوال های تحقیر نوشته رو نمی خونیم، چون که پیشتر هم یا که قبلا هم گفته بودیم که اگر سوال ها گرچنده که پرووکاسیونی رم باشن ما میدهیم، ولی اگر سوال هایی که تحقیر داشته باشن ما به اون سوال ها پاسخ نخواهیم گفت. و اینک سوال علی احمد رو برایتان میخونم. کبیری اصول غارتگری دوره باسمچیگری به شما درآمد کلان میارد یا اینکه افراطگرایی؟ این سوال اولش. سوال دومش، کبیری درست است که مبلغ‌های گرفته کیسلاف و سوردلاف برای اشتراک در جمع ویلنیوس بودجت نهضت رو به نیستی آورد؟ خب سوال سیومش، کبیری به تو شرم‌آور نیست که پول مفت رو انتظار میشوی؟ خب این 3 سوالش رو اینجا به شما رساندیم. لطفاً به این سوال ها پاسخ دهید، بعد میگذاریم به سوال های بعدی. تشکر. معذرت سوال سوم رو تکرار کنید چون من فرصت نکردم بنویسم. یعنی گفته است که کبیری به تو شرم‌آور نیست که پول مفت رو انتظار میشوی؟ سلامت باشه. بفرمایید. خب ببینید، شما درست گفتید که سوالهایی که حتی خیلی هم
سخت هستند، تند هستند، پرووکاسیونی هستند و تنقیدی شدید هم باشد، حتی تنقیدی بی اساس هم باشد، من خواهش میکنم که قطع نکنید، به ما بفرستید و مطرح کنید، ما حتما جواب خواهیم داد. اما سوالی که در آن تحقیر وجود دارد به خاطر احترام تماشابینان و شنوندگان، بله درست میکنید که اونها را به افیر راه نمیدهید. اما همین سوال هم اگرچه خیلی شما گفتید دو سه تاش تحقیر بود و ایناش در آن تحقیر نیست، اما باطناً و ماهیتاً ادامه همون تحقیرها هست و منطق قوی ندارن. من عذر میخوام از دوستی که شهروندی که این سوال ها رو داده است با نام علی احمد، که مثلا به این سوال چگونه میشود جواب داد که اصول غارتگری دوره بازمچیگری بیشتر نفع دارد یا افرادگری. حالا هر گونه جواب به این سوال ادامه همین سوال معذرت میخوام احمقانه خواهد بود که آیا مثلا چگونه میتوان جواب گفت به این، یا سوال دادن که این سوال دومش یک کمی واقع بینانه تر است. منظورم که میتوان در این باره صحبت کرد که بعد از کنفرانس ویلنیوس مبلغایی که به کیسلوف و استیو سوردلوف خرج شد باعث کساد شدن بودجه نهضت شده باشد. دوستی عزیز تشکر که در غم بودجه نهضت هستید شما و این مسئله رو فکر میکنید. اما مطمئن باشید که میتونید از خود کیسلوف بپرسید، اصلی سوردلوف، که بودجه یا خراجات سفرشون با ویلنیوس رو کی پرداخت کرد. و الان دیگر کار دشوار هم نیست، شما میتونید از دلخواه شرکتی هواپیمایی وقتی از صورت حساب آنلاین بلیط میخرن یا مهمانخانه بران میکنن، رزرو میکنن، معلوم است که کی خرید است، کی اجاره گرفت یا پول رو داد. این رو میتونید خودتون مستقیما کنید یا از طریق این دوستان سوال بدهید. اما مطمئن باشید که نهضت اسلامی تاجیکستان حتی یک تین هم خرج نکرده است، اصلا پول زیاد هم نداریم که باز برای مهمان خارجی ما در این گونه کنفرانس ها پول خرج کنیم. کنفرانسی که در دانشگاه ویلنیوس برگزار شد بسیار کنفرانسی خوب بود، کنفرانسی بین المللی بود و با ابتکار دانشگاه ویلنیوس برگزار شد و اینچنین با مشارکت انجمن مهاجرین آسیای مرکزی، هیچ ربطی به نهضت اسلامی تاجیکستان نداشت. و در این کنفرانس بغیر از آنکه ما هم شرکت داشتیم و سخنرانی داشتیم، از دانشگاه آکسفورد، از روسیه، از آلمان، از خود لیتوا و نمایندگان کورپوس دیپلماتی از اتحاد اروپا، از بسیاری سفارتخانه شرکت داشتند، از سازمان‌های بین المللی. و این هر که در اروپا قاعده است دوستی عزیزم، این رو شما باید در آینده بدونید، وقتی که یک کنفرانس اعلان می شود دو نمود است، یا اینکه خراجات ها رو تشکیل کننده با دوش میگیرد یا اینکه اعلان می شود هر کس که میخواهد شرکت کند ثبت نام میکند و تمام خراجات های این کنفرانس بر دوش شرکت کننده است. کنفرانس ویلنیوس هم دقیقاً از همین کنفرانس های بود که خراجات بر دوش خود شرکت کنندگان بود، مثل کنفرانس سازمان امنیت و همکاری اروپا که هر سال در ورشو برگزار می شود که در دوام 12 روز نزدیک 10,000 شرکت کننده میآیند میروند شرکت میکنند در این کنفرانس ورشو و همه شرکت کنندگان از حساب خودشان میآیند. شما میتونید از هیئت حکومت تاجیکستان هم پرسید که خراجات این شرکت ها رو کی میدهد؟ حکومت تاجیکستان میدهد و دیگر هیئت ها هم شرکت کننده هم از حساب خودشان میآیند. بنابراین شما که یک مقدار مغزتون فکرتون همیشه گرفتار این مسئله خواجگان و خیانت و پول و بودجه و اینا هست و خیلی مغزشویی کردن و خودتون هم که مثل که از همین دایره هستید همیشه فکر میکنید که دیگران هم همین گونه زندگی میکنن. اگر کسی در یک شورابین شرکت کرد از سازمان خارجی پول میگیرد یا با پول میاد. نه، در این عالم آزاد، در این عالم تجارت و سرمایه داری هیچ کس پول نمیدهد به کسی و هیچ کس هم خراجات کسی رو بدوش نمیگیرد. یعنی دنیای آزاد خودت امکانیت پیدا میکنی، کار میکنی، زحمت میکشی، برای هدفت باید که از جیب خودت خرج کنی. شما میتونید مستقیما به آقای کیسلوف و سوردلوف هم مراجعت کنید. خب سوال سوم شما هم که شرم‌آور نیست، منتظر پول مفت یا به درد میان بود، من راستی نفهمیدم که ماهیت این سوال چیست. البته شرم‌آور است برای هر کسی که
منتظر پول به درد میان باشد، چی من باشم چی شما چی کسی دیگر. اما خدا را شکر میگم که از نوجوانی تا امروز من همیشه با پول خودم بودم، با تجارت داشتم، سرمایه داشتم و از خودم خرج کردم و خدا را شکر میگم امروز هم که در هجرت هستم باز هم تکیه به امکانات و با فعالیت های خودم دارم. تا امروز با تکیه به پول هیچ کسی نکردم و نخواهم کرد و بنده از اون کسانی نیستم که برای فعالیت های سیاسی هم گرانت بگیرم یا محتاج و منتظر کسی دیگر باشم. اتفاقا حالا که نه برای ریا، چون سوال میدهد و میخواهد با این سوال های کمی آدم رو فکر میکنه در حالت دشوار میموند، که برای من اصلا اینو هیچ حالت دشوار نداره. من به این سوال ها در داخل تاجیکستان هم خیلی آرامانه جواب دادم، جواب خواهم گفت و هر چقدر که میخواهید از این سوال ها به من ارسال کنید. در داخل تاجیکستان هم که بودم شما میدونید که، و این را باز تکرار میکنم، نه به خاطر ریا بلکه برای معلومات شما دوستان عزیز که در آینده این خیلی سوال ها وقتی میدید در نظر داشته باشید. من هیچگاه 10 ساله که وکیل مجلس نمایندگان بودم یک روز هم ماشین دولتی رو سوار نشدم. شما میدونید که طبق قانون وکیل مجلس نمایندگان حق دارد از ماشین دولتی استفاده برد، از حساب بودجه دولت با هواپیما پرواز کند، سفرهای خدمتی که داشته باشد در خارج کماندیرهاشون بگیرد، راه خرجی بگیرد، مهمانخانه از حساب دولت است و این را همه وکیلان استفاده میبرند، وزیران استفاده میبرند. در طول 10 سال وکیلی هم نه یک روز ماشین دولتی سوار شدم، نه یک بار از حساب دولت پول هواپیما سفر کردم، چه در سفرهای حتی رسمی هم که بود، نه یک روز هم در مهمانخانه از حساب بودجه دولت ایستادم. بله به من معاش مثل همه دیگر دپوتات ها داده میشد و اون معاش در صورت حساب من، در صورت حسابی که خود پارلمان داده بود حفظ میشدن و این رو هم باز عذر میخواهم از کسانی که استفاده کردن و من برای معلومات مثل شما دوستان میگم که من مبلغ ها و معاشی که میگرفتم از پارلمان همون را یا به کارمندان پارلمان صرف میکردم یا به دیگر محتاجانی که می آمدن. این را کسانی که در پارلمان، در اداره پارلمان کار میکردن، از بوغالتر و از خزینه دار و مسئولین میدونم. خب حتی یک بار بازم عذر میخواهم که این حرفا را مجبورم بگویم، وقتی که 162 کارمندی غیر وکیل داشت پارلمان، حالا نمیدونم چقدر است، این از راهروها و کارمندان اداری و مسئولین 162 نفر شتر داشت. نتوانست پارلمان بودجه دولت معاش 13 این کارمندان را در عرفه سال نو بدهد و در طول تاریخ پارلمان گفتن که معاش 13 یعنی هدیه سال نوی به کارمندان پارلمان که معاش ناچیز داشتن داده نمیشد. هرچند که رئیس دستگاه رسولوف همراهان تلاش کرد بیچاره که مبلغ پیدا کند از بودجه، رهبری گفتن که پول نیست. بعد من گفتم که ببینید همون صورت حساب پارلمانی من که از معاشای من چقدر جمع شده است، اگر همون میرسد به کارمندان به یک معاش به همه تقسیم کنید. من الحمدلله تجارت دارم، پول شخصی دارم، نیاز به این معاش دولت نیست. بوغالتر پارلمان حساب کرد، آمد گفت که برای آنکه به همین 162 نفر کارمند پارلمان یک ماه معاش داده شود از حساب شما، باز 4000 سومونی دیگر نمیرسد. من این 4000 سومونی دیگر رو نقدی از کیسه خودم باز به بالای اون ماندم. در مجموع تمام این معاش‌های جمع شده من یک ماه معاش 162 کارمند پارلمان شد. من عذر میخواهم که این حرفا را بار اول مجبورم بگم، چون این گونه کارها نباید گفته شود. اما وقتی که ده ها سوال میدهند و من در پشت خودم هم پیش 1.5 ساعت پیش آمد که شما چیکار کردید، چی خدمت کردید به ملت، پولاتون از کجا دارید، چیا صرف میکنید، بعضا آدم مجبور میشود که بعد این همه سالهای طولانی و خاموشی حداقل برای این گونه سوالها بگوید که برادران عزیز این طور نیست که شما فکر میکنید. الحمدلله که به پول نبودیم و خداوند ریسک را میدهد، هیچ وقت دعا میکنیم به پول نمونیم. اما اگر به پول موندیم هیچ گپ ندارد، مثل دیگران روزمون میگذرد. وقتی که پول داشتیم یک تین هم از بودجه دولت خرج نکردیم و با سری بلند میگم که ملت مطمئن باشد، بلکه از معاش خودمون، از حق حلال خودمون و دیگران هم کمک میکردیم.
برای همین دوستی عزیزم مطمئن باشید، آرام باشید، راحت باشید و خودتان هم دیگر دوستانی که این گونه سوال‌ها را می‌دهید با آنها هم بفهمونید که این گونه سوال‌ها برای حداقل برای کبیری تاثیر ندارد، مشکل با وجود نمیارد و همیشه حرفی برای گفتن دارد. سلامت باشید. تشکر زیاد. یک سوال دیگر از شبکه مجازی یوتیوب کانال پیمانی ملی تاجیکستان در آنجا دریافت کردم. عادتا وقتی در زیر نوار زیر شرح نویسا شما سوال میتید، هموطنان عزیز ما دریافت نمیکنیم و حتی کارگردان هم نمیتوانند که سوالای شما رو زودتر بگیرن. به همین خاطر از شما بازم لطفاً خواهش میکنیم که سوالهایتان را در ایمیل الکترونی بفرستید و در چت فیسبوکی بنده. خب سوال از یوتیوب به نام وطندار. جناب کبیری، کی اسرار رحمانوف را آشکار می‌سازید؟ و راست است که طرفین برای صلح کردن مبلغ گرفتند؟ الان به همین سوال لطفاً جواب دهید. میگذاریم بعد به سوالی بعدی. خب دوستی عزیز وطندار، آشکار کردن اسرار رحمان نیاز به یگان کار و زحمت ندارد. خود جناب امام رحمان دارد اسرار خودش را آشکار میکند و برای که سرهای رحمان آشکار شود نیاز به اپوزیت هم نیست. خودش نشان داده ایستاده است با رفتارهایش، با کارهایش که چگونه رهبر هست. جهان دیگر میشناسد. الان رحمان در تاجیکستان را در جزء 10 کشور بدترین جهان قرار داد، از لحاظ آزادی‌های سیاسی، از لحاظ آزادی‌های دینی، آزادی‌های فرهنگی، از لحاظ رشد فساد، کروپسیا در کشور. حالا دیگر ما چیکار کنیم؟ یعنی چی اسراری رو میتونیم فاش کرد؟ حتی من دیروز یک آمار رو دیدم در شبکه‌ها که وقتی که ریتینگ شهرها را در جهان معین کردن، در اونجا 5 یا 6 عامل را انتخاب میکنن که بعد بگن که این شهر تا کدام درجه برای زندگی مساعد هست، آباد هست به گفتی تاجیکی. چون امروز طرفداران رژیم رحمان بسیار از آبادی صحبت میکنن. ببینید چقدر شهر دوشنبه آباد شده است و پیشروی هست. اینا مفهوم آبادی رو به طور خود میفهمند. 4 بینای سمنتی و 4 بینای شیشگی اگر در یک جا درست شد قد بلند کرد، فکر میکنن که آبادی همین است. اما در جهان معیار آبادی و آسایشتگی پیشرفت یک شهر دیگر است. وقتی که من دیدم این ریتینگ رو، دوشنبه در جای 215 هم قرار دارد از بین شهرها از روی ریتینگ مناسب برای زندگی. البته 10 گانه اول رو نمیگم که هستن کشورهای اروپایی اینا هستن. اما ببینید 215 یعنی چی؟ ما همگی 200 پایتخت داریم. حالا وقتی میگیم رحمان رو آشکار کنیم، همین کافی است که ببینیم که چیکار کرده است با پایتخت ما. 200 پایتخت داریم در جهان. تاجیکستان حتی در بین همون 200 پایتخت هم جای آخرین نیست. اگر مثلا 200 می بود ما میگفتیم خب حداقل جزء آخرین پایتخت ها هست. 215 معنی را داره که اصلا همه پایتخت های دنیا از تاجیکستان بهتر هستند. ما در قطار بغداد قرار گرفتیم و در قطار ساملی. بغداد که هر روز جنگ هست و نمیدونم کابل در کدام جا هست. تمام پایتخت های آسیای مرکزی از ما بالاترند. تمام پایتخت های سابق شوروی، حالا نگیم دیگر پایتخت ها. اما یک گروه از تبلیغگرانش میگن ببینید چقدر آبادی است. اگر آبادی شما همین است، شما آبادی را همین خیلی میفهمید، خدا پناه بدهد. آبادی جهان دیگر است. جهان معیارهای آبادی را دیگر خیلی میبیند و انشالله روز برسد که ما تاجیکستانیان بتوانیم خودمون را به معیارهای جهانی مطابق کنیم و بعدا به همین ها نشان بدیم که آبادی چی هست. اینا هم یک کاری باید کرد که یک بار آبادی واقعی رو بچشن، آزادی واقعی رو بچشن. شرط نیست که اینها را زندان کرد یا جزای دیگر داد. من دعوتم از همه مبارزین این است که اولش که باید که همت رو بلند بگیرن، ببخشن، عفو کنن، بعداً
باید به همین کسایی که الان حکومت دارند و طرفداری میکنن از همین حکومت دزد و ظالم یک جامعه خوب بسازیم که اینها رو آزاد مونیم تماشا کنن ببینن که چگونه باید دولت ساخت، آزادی چی هست، پیشرفت چی هست، آبادی چی هست، شهروند بودن چی معنی دارد. به فکرم سخت‌ترین جزا برای اینا همین است که ببینن آزادی چی است. اما زندان کردن و شکنجه دادن مثل اینا هنر نیست. اینا رو حواله کنید به همینها، اینا میتونن این کار کرده، شعارشون همین است ما میتونیم، بله همه کاری بد رو میتونن کرده، اما ما باید معیارهامون دیگر باشد و نشان بدهیم به اینها. بنابراین دیگر هیچ ضرورتی برای آشکار کردن اسرار اینها نمانده است. اما درباره آن که برای صلح کردن پول گرفتن یا نه، دوستی عزیزم، من از 27 اکتبر 1997 یعنی 15 اکتبر سپتامبر کمیسیون اشتی ملی کارش را شروع کرد. من 27 سپتامبر در دوشنبه بودم به حیث یاور استاد نوری. تمام مراسم صلح را و صلح آفرینی را من شریک بودم، بعدا عضو کمیسیون اشتی ملی بودم. در مرحله های گفت و شنید بین تاجیکان من همچون کارشناس در چند گفتگو شرکت کردم. عضو هیئت مذاکرات نبودم، اما عضو تیم یاری رسان به هیئت مذاکران اینات بودم و تا جای از این حادثه خبر دارم. هیچ کس صلح را تجارت نکرده است و هیچ کس پول ندادن برای صلح کردن. اما به رحمان ادمیشین در صحبتش گفت، شما یوتیوب را ببینید، مصاحبه سابق جانشین وزیر امور خارجه روسیه اناتولی ادمیشین را گوش کنید. در اونجا چند جمله دارد. گفت که ما به امام علی رحمان گفتیم که اون وقت پرزیدنت یلتسین بود، امام علی رحمان زنگ زد که پول بفرستید و سلاح بفرستید. گفت ما گفتیم که یلتسین به خلاصه آمد که تو اگر صلح نکنی پولت نمیدهیم، سلاح هم نمیدهیم، شرط ما این است که باید صلح کنی. رحمان پول گرفت از روسیه برای صلح کردن، چون مجبور بود، دیگر پول نداشت، باید که بودجه رو باید تامین میکرد از پول خارجی ها و سلاح هم باید میگرفت. اما طرف اپوزیسیون، طرف نهضت و اینات از هیچ کس پول نگرفته است، بلکه باید بگم که یک مقدار هم تشویق شد برای صلح، تشویق فکری از طرف جمهوری اسلامی ایران، از طرف استاد ربانی، از طرف شهید احمد شاه مسعود و از طرف دیگر وقتی که طالبان افغانستان را گرفتن و فشار آوردند، اگرچه اینا پیشروی داشت در میدان جنگ، شروع کرده از مرز تا داخل 7 کیلومتر دوشنبه علیه نیروهای پیشروی اینات قرار داشتند و مانده بود که یک هجوم دیگر شود به دوشنبه. اما هم به خاطر ضربه نخوردن دوشنبه، هم به خاطر صلح و هم از طرف دیگر که احمد شاه مسعود و استاد ربانی اونا خواهش میکردن که هر چه زودتر این صلح با هر شرایطی هم باشد امضا شود، طرف اپوزیسیون هم صلح را با این شرط قبول کرد. اما اینکه به کسی مبلغ داده باشن، من فکر نمیکنم که نه به هیئت حکومت نه به هیئت اپوزیسیون هیچ کس برای صلح کردن مبلغ نداده است. تشکر. خب یک سوال دیگر فکر کنم از امین وطندار است، چون اینجا اشاره شده است که از شبکه اجتماعی کانال یوتیوبی پیمان ملی تاجیکستان ارسال شده است در زیر شرح. امروز یک مکتب بچه از گوشنگی در پیش رحمانوف هوششان رفت. شما در این باره چی میگویید؟ باز یک سوال دیگر از به شرط که نگرفتن این نامش، سوال چونین است: شما دپوتات بودید، برای چی وقتی زمین های مرغاب را به چین دادن یگان گپ نگفتید؟ دوم سوالش: حاضر قرقیزستان زمین های گردی واروخ را از خود کرده است، برای چی یگان شکایت نامه به حکومت قرقیزستان روان نمی کنید؟ خب الان همین 3 سوال لطفاً پاسخ داده شود. تشکر. سوال سوم رو بشه تکرار کرد شورت. بله. حاضر قرقیزستان زمین های گردی واروخ را از خود کرده است، برای چی یگان شکایتنامه به حکومت تاجیکستان به حکومت قرقیزستان روان نمی کنید؟
خیلی خوب. بله، منم متاسفانه از خبرها خوندم که نه تنها یک مکتب بچه بلکه دو معلم هم در این مراسم پیشوازی امام رحمان در یکی از مکتب‌ها از هوش رفتن، از گرسنگی، از خستگی. و این بار اول نیست که این حالت ها میشود. ما همین قدر میدونیم. من باور دارم که در هر مارشروفکا، در هر اون چاره‌بینی های عمومی که مقامات تاجیکستان برگزار میکنند در پیشوازگیری های پرزیدنت تاجیکستان، چندین نفرها از هوش میروند، چندین نفرها سلامتی را از دست میدهند و حادثه های مرگ هم هست. به نظر اگر اشتباه نکنم در شهر وحدت چون یک حادثه به مرگ انجامید که یک از هوش رفت دیگه به خود نآمد، یا جای دیگر یادم نیست، ولی این حادثه در یادم هست. ولی متاسفانه همین است دیگر. در هر کشور دیگر میشد. ببینید پرزیدنت مهمان خارجی نیست، پرزیدنت خادم یک ملت است. انتخاب میشد برای 5 سال یا 7 سال برای به این مردم خدمت کند. اما در ما پرزیدنت رو، رهبری کشور رو همچون یک مهمان خارجی پیشواز میگیرن، با گل و گلدسته، با پایانداز، با رقص و سرود، با شعرخوانی. اگر پرزیدنت مثلا به ناحیه مسچا، عینی، به ختلان، به وحدت، فیض‌آباد یا بدخشان برود، گویا که یک مهمان خارجی آمده باشد. من برای همین میگم که اینها برای تاجیکستان بیگانه اند. تاجیکستان رو از خود نمیدانند. تاجیکستان رو بین اینها و بین این ملت فاصله هست و خودشون را یک آدمی آمده از بیرون میدانند. مناسبتشون به ملت همین است، چون صورت حسابشون در خارج است، بیزنسشون، جای پولشون در خارج است. تاجیکستان برای اینا یک کارخانه هست دیگر. هر جا که آمدن مثل یک سرمایه‌گذار از اونها باید استقبال شود. در هیچ جای دنیا شما نمیبینید که یک رهبر حکومت وقتی که به یک گوشه تاجیکستان میاد به این شکل پیشواز گرفته شود. مردم رو مجبور میکنن، ساعتها منتظر میمونن و خب بیچاره دیگر چیکار کند؟ خسته میشود، مریض هست، گشنه میشود. بعد پرزیدنت میاد میگه چی میگه؟ و جای آن بگه که اصلا این کارو نکنه دیگر. من اومدم که کار کنم اینجا، یعنی مکتب اومدم خبر میگیرم، این کاری من است، این وظیفه من است. وقتی که یک ریان میرود، یک ناحیه میرود، ولایت میرود، وظیفه‌اش است رفتن. چرا برای انجام وظیفه باید او را پیشواز بگیرند، باید که رقص و بازی کنند، باید ساعت‌ها مردم منتظر بایستند؟ مثلا شما تصور کنید یک کسی دیگر، یک مثلا چوپان وظیفه‌اش انجام داده ایستاده است، چوپانی کرده ایستاده است، پیشی مثلا یک جای دیگر رفت، از این ایلاق به ایلاق دیگر رفت. برای مثال میگم چرا باید اونجا پیشواز بگیرن؟ وظیفه‌شو داره انجام میده. یک دیرکتوری کالخوز از یک بریگاد به بریگاد دیگر رفت، باید رو پیشواز بگیرن با گل و گلدسته. خب پرزیدنت هم، سروزیر هم، وزیر هم خادم است، کارش از وظیفه‌اش است، برای این معاش میگیرد. چرا باید رو همچین یک مهمان پیشواز بگیرن؟ پرزیدنت میگه که با اینها چرا یک دو تا پیرشکی و یک تا آب نداده؟ ببینید مسخره بازی و تحقیر ملت رو. یعنی گویا که ملت گرسنه باشد که برای آنکه از ساعت 7 تا ساعت 2 ظهر سری پا میایستد باید که در عوضش به این یک پیاله چای و دو تا پیرشکی میدادن. این تحقیر از این بیشتر نمیشد. هم تحقیرش کرد، از هوش رفت، باز هم یاد به این شکل تحقیر میکنن. چرا پرزیدنت نمیگه که مرا پیشواز نگیرید، مردم را ساعت‌ها منتظر نمونید، گل و گلدسته نکنید، پای انداز نمونید در ناحیه ها، در اینها. من وطن خودم است، کشور خودم است، من قرضدار این ملت هستم. مشکلی در اینجا است، مشکلی در مردم نیست، مشکلی در دیرکتور مکتب نیست، در رئیس ولایت نیست، مشکلی در خود شخصی اول است که این کارها را تشکیل میکنه، دوست میدارد. بعد وقتی که یک کس مرد یا که بیمار شد یا هوشش رفت، بعد میگه چند نفر رو یا تنبیه میدهد که عکسای ما رو آویزان نکنید، شخص پرستی نکنید، به مردم آب و نان دهید، اما نمیگه که این کار اصلا از بین برید. چرا میتواند برای یک مسئله دیگر به واسطه دستور دهد و دستورش رو اجرا میکنند؟ میگه که شرافیزی رو بدزدید، با پول ملت از روسیه میدزدند. اما چرا دستور دیگرش رو درباره شخص پرستی اجرا نمیکنند؟ چرا اینقدر جزا نمیدهد که حبس نمیکنه؟ که چرا دستور پرزیدنت رو اجرا نکردی؟ گفت که شخص پرستی نکنید، اما همه ادامه میدهند. برای چی؟ برای که به خودش معقول است. با یک
دستورش میگه که شخص پرستی نکنید، با یک دستور دیگر شفاهی میگه که خب این ضرورت است، اگر همین کار رو نکنید مردم دیگر ما رو احترام نمیکنن. اینا کرامت و شرافت رو از خدمت کردن به ملت نمیبینند، اینا از همین شخص پرستی فکر میکنن که اگر هر چقدر بیشتر تعریفشون کردند و چاپلوسی کردن یک جایگاه یک رهبر بالا میرود. من فکر میکنم که این یک تحقیر نوبتی بود و باید معلم ها هم، باید دکترها هم، باید کسانی که اون در سردی بالاخره پیشواز میبرند پدر و مادر دارن، چرا اجازت میدن که مورد سوء استفاده قرار بگیرن؟ بعد یک گروه از این تملق‌کارا و چاپلوسان میگن که رهبر دولت این رو نمیخواهد ولی این چاپلوسا این کارو میکنن. من میگم نه، رهبر دولت خودش میخواهد، وگرنه چند کس رو جزا میداد. چرا دیرکتور مکتب رو جزا نداد؟ چرا رئیس ناحیه رو جزا نداد که این شخص بیمار رو 7-8 ساعت نگه داشت؟ فقط گفت که چرا به این نان نمیدهید. جنایت رو در این دید که به این آب و نان ندادن، نه اینکه این مرد رو برخلاف قانون حقوقش پامال شد، از ساعت کاریش گرفتن. باید او درس میداد، اون معلم یا اون مکتبچه باید درس میخوند، نه اینکه ساعت ها بشیند یک شخص رو، یک مسئول رو پیشواز بگیرد. خب سوال دوم این است که چرا شما دپوتات بودید و در هنگام دادن زمین مرغاب به چین اعتراض نکردید؟ دوستی عزیز، شما مگر در وقت دپوتاتی من آگاه هستید، میدونید که واقعا من چون اعتراض کردم یا نکردم؟ اگر اعتراضی ما رو نشنیده باشید در اون وقت، پس مشکلی یا در رسانه ها بوده است یا شما خودتون رسانه رو پیگیری نکردید. دقیقا در همون جلسه ای که راتیفیکاسیون سازشنامه بین ما و چین بحث و بررسی میشد، وزیر امور خارجه اون وقت آقای همراهخان ظریفی حضور داشت، برآمد کرد، دیگر مسئولین وزارت خارجه بودن. ما بحث و بررسی زیاد کردیم. از آن جمله یکی از موضوع بحث من، صحبت من، ببینید رسانه ها رو و بزنید گوگل کنید همون تاریخ همون روز رو، در چندین سایت ها در ارشیو پیدا میکنید که بحث من و وزیر امور خارجه جناب ظریفی چی بود که بعد با صحبت های من آقای ظریفی خیلی تند صحبت کرد، حتی ما را متهم به آن کرد که ما گویا که این پیروزی دیپلماتی تاجیک رو نادیده میگیریم، در صورتی که من این رو پیروزی ندونستم. اونجا هم گفتم یک باخت است و دلیل های آوردن برای آن که طرفداران حکومت و دیگر وکیلان که اگر ما این بخش زمین رو به چین نمیدادیم، چین تا خاروق هم دعوا میکرد میگرفت، این موقعی ضعف بود، این دلیل بسیار بی اساس بود و من برای همین بازم تکرار میکنم که ما باید این چین را در این مسئله گناهکار نکنیم. چین، قرقیزستان، افغانستان همون مقدار میگیرد که ما میدهیم. ما مرز رو، زمین را دادیم، نه اینکه چین گرفت. من این صحبت رو در اون وقت کرده بودم برادری عزیز. بار دیگر این را ببینید، شما همچون شهروند حق دارید درخواست شهروندی کنید به مجلس نمایندگان تا اینکه نوار اون جلسه رو پهن کنه. اون جلسه سیری نبود، این جلسه آشکار بود و هر شهروند تاجیکستان حق دارد که درخواست کند نوار ثبت ویدیویی اون جلسه ها رو بگیرد. شما اون وقت این صحبت ها رو تماشا کنید، حرفای من رو بشنوید. اگر متقاعد نشده از صحبت های من همچون وکیل در موضوع دادن زمین در اون سالها، بعد بیاید به من بگید که بله من صحبت های شما رو تماشا کردم، اما همچون انتخاب کننده و شهروند از صحبت های شما قانع نیستم. اما الان گفتن که شما دپوتات بودید اون وقت صدا بلند نکردید، این یک کمی بی‌انصافی است. مطمئن باشید من صدا بلند کردم، اعتراض کردم، رأی ندادم به این سازشنامه و موقعم رو حال هم آشکار میگیم. شما هم درخواست کنید اون ثبت ها رو بردارید. خب اینجا سوال دادند، سوال این که چرا قرقیزستان این زمین ها رو از هر طرف احاطه کرده است و دسترسی به واروخ قطع شده است. اولش این که باید گفت که واروخ هیچ وقت انکلاو نبود، یعنی یک منطقه جزیره‌ای نبود. از زمانهای شوروی شما تمام خریطه های زمان شوروی را بردارید، واروخ یک قسمی پیوست شده به تریتوری تاجیکستان بود، به زمین های تاجیکستان بود. در اونجا بله از دو طرف یک منطقه بسیار باریک بود که در اختیار تاجیکستان بود و از خواجه اعلا و دیگر دیه ها میشد مستقیم از مرز تاجیکستان به واروخ رفت.
من همین روز بود یا دیروز صحبت مسئولین قرقیز رو هم مطالعه کردم خواندم و سابق رئیس شورای دبیر شورای امنیت قرقیزستان در اون سالها مدومرف هم اعتراف کرد که سال 2009 هنگامی که سازشنامه با تاجیکستان رو در بین دو تا کشور امضا میکردن از طرف ما امیر قلزیموف و از طرف قرقیزستان مدومرف، در اونجا اونا اعتراف دارن که این سازشنامه بود برای اجاره گرفتن یا تمدید اجاره زمین های تاجیکستان از طرف قرقیزستان. یک منطقه، یک قسمت زمینی 270 متری با پهنای 270 متر از تاجیکستان به قرقیزستان برای یک مدت اجاره داده می شود. اما این به معنی اون است که این مرزی یا تریتوری تاجیکستان هست و کسانی که این سازشنامه را امضا کردند زمین تاجیکستان را به اجاره دراز مدت به قرقیزها دادند که امروز قرقیزها اون را زمین خود میدانند، ملک خود میدانند و از دو طرف تنگ کردند و واروخ را در حالت محاصره قرار دادند. باید امروز جواب بگیرند در پیش ملت. یگان خریطه که از زمان شورای مونده است این منطقه را انکلاو نمیداند، یعنی منطقه جدا شده از تاجیکستان نمیداند، اعتراف نمیکند. و من هنوزم باور دارم که مسئولینی که وطن دوست هستند و جسارت دارند این رو اعتراف خواهند کرد. اما چرا حکومت اعتراف نمیکند، جسارت ندارد، پافشاری نمیکند؟ من در صحبت قبلی هم گفتم که متهمند در نزد حکومت و مسئولین قرقیزستان، به خصوص در نزد تاموژنیکا، گمرکچیان و مرزبانهای ولایت بادکنت و آش قرقیزستان، برای که تمام مواد بارهای قاچاقی خانواده رحمان از طرف همین دو ولایت بادکن و آش میگذرد. یک قسم زیادش اونه که از چین هست، جای دیگر بحث دیگر دارد که چگونه از اونجا قاچاق میگذرونن، اما از مرزهای قرقیزستان قرقیزها میدونن، سند کردن، فکر کردن و همیشه در بالای میز میمونن. بنابراین این رحمان تا روزی که هست و خانواده رحمان هیچ جسارت و شجاعتی بحث جدی با قرقیزها درباره مرز رو نخواهد داشت. اینجا یک سوال دیگر از طرفی یک شهروند، خب اینجا ذکر کرده است، نامش رو نگیریم. یک خبر داده است و به یک سوال داده است. خبرش همین که گفته است که الان در تاجیکستان شبکه فیسبوک تقریبا 2.5 ساعت شده است که بسته است و سوالش هم چنین است که آیا پیمان ملی تاجیکستان یک تلویزیون راه اندازی کردنی هست یا نه؟ چون اینجا میگوید که اگر ما اینترنت رو قیمت کنم، ما چگونه میتوانیم که صحبت های یعنی رهبری مخالفانی که در خارج هستند چگونه میتوانیم بشنویم. و اینجا گفته است که چون اینترنت قیمت شده است، ما نمیتوانیم در داخل تاجیکستان از سیم کارت هایی که مثلا با پیشتر برای پاسپورت اونجا اشاره کرده است که با یک پاسپورت نمیتونیم چند سیم کارت گیریم. رابطه به همین سوال همین شهروندم یک روزنامه نگارم با زبان روسی سوال کرده است که آیا پیمان ملی تاجیکستان، من نامش رو نمیگویم و مفهومی همون سوالش رو میگویم که آیا پیمان ملی تاجیکستان از اعتراضی که در این شبکه ها در این شب و روز اعتراضی که مردم کرده ایستادن من ضد گران شدن اینترنت هستم، پیمان ملی تاجیکستان یگان برنامه یا اینکه دستگیری میکند یا نه؟ خب لطفاً به همین سوال ها پاسخ دهید. و اگر خب اونه که بله فرمایید. فکر میکنم که وقتم طولانی شد. بله پیشنهاد من همین است که اگر یگان سوال مهمی دیگر عاجل نباشد با همین 2-3 سوال اخیر صحبت امروزه را خاتمه بخشیم، بعد انشاءالله بود در خدمت مردم خواهیم بود. الان اونه که شبکه فیسبوک و دیگر شبکه‌ها رو در این ساعت گفتگوی ما در تاجیکستان میبندن جای تعجب نیست و این اسلوب
دوست داشته حکومت تاجیکستان است و از صحبت حق میترسن، از ارتباط ما با مردم میترسن و واقعا نشان میدن که خیلی انسان‌های ضعیف هستند. قدرت خود را در بستن، در شکستن، در محدود کردن، در زندانی کردن میبینن. از یک بحثی آشکار، گفتگوی آشکار با مخالفین، با شخصیت‌های ملی میترسن. حالا اگر مثلا فکر میکنن که ما یگان حرفی اساسناک نداریم، ما حرف ما رو مردم گوش نمیکنند، دعوا دارن همیشه که دیگر مردم نیاز به ما ندارد، پس مانید مردم خودش گوش کند و به این خلاصه بیاید. همونه که فیسبوک رو و دیگر شبکه‌ها رو وقتی صحبت‌های ما قطع میکنید، معنی رو دارد که میترسید، ضعیف هستید، ولی مطمئن باشید که این پیش راهی سخن حق را نخواهد گرفت. مردم بالاخره با راه و وسیله‌های گوناگون تلاش میکنند، میشنوند و ما هم پیام خود را به مردم خواهیم رساند. اما آنکه درباره تلویزیون که آیا پیمان ملی در فکر راه اندازی یگان تلویزیون هست یا نیست، سوال دوم و سوم به همین ربط دارد. و ببینید دوستان عزیز، با نظر داشت این شرایطی که هست، اینترنت قیمت محدود و مردم نمیتونن آزادانه دسترسی به اطلاعات، معلومات داشته باشند. در عصر امروز دسترسی به اطلاعات و خبرها یکی از حقوقهای بنیادی انسان هست، همونه که میگن فوندامنتال پراوا človeka. در جامعه بشری امروز دسترسی به اینترنت و اطلاعات را یکی از حقوقهای بنیادی میداند. در تاجیکستان این رو هنوز اعتراف نکردن، پامال میکنن، اما تمام دنیا این قاعده را رعایت میکند. من جای خواندم که بزودی شاید سازمان ملل هم یک دکلراسیون قبول کند و دسترسی به اطلاعات را، دسترسی عموم را به اینترنت را جزء حقوقهای بنیادی اعتراف کند. اما تاجیکستان همچون یک حکومت دیکتاتوری طبیعی است که این را اعتراف نخواهد کرد. چون اینترنت قیمت است، دسترسی به اطلاعات نیست، پیدا شدن یک تلویزیون مردمی و آزاد یکی از واجبات شده است. تلویزیون کاری آسان نیست، نیاز به کادر دارد، نیاز به مبلغ دارد، نیاز به شرایط‌های گوناگون دارد که باید راه اندازی شود و فعالیت کند. شما ببینید، دلخواه شبکه تلویزیونی همین حکومت تاجیکستان رو ببینید، 5-6 تا شبکه تلویزیونی داریم که یکدیگر رو تکرار میکنن، دلبزن هم هستند. چقدر بودجه دارد، چقدر خراجات میکنن، از بودجه ملت خرج میکنن علیه ملت برای پهن کردن دروغ و فتنه. اما ما باید یک تلویزیونی راه اندازی کنیم که در آن حقیقت باشد، عدالت باشد، توازن باشد، منسوب به یگان حزب و گروه نباشد. حالا شما سوال دادید که آیا پیمان ملی در فکر این تلویزیون هست؟ بله، پیمان ملی نهضت اسلامی تاجیکستان هم از قبل بود، پیمان ملی هم الان در این فکر هست. اما من این را باید اعلان کنم الان که اگر بتوانیم در آینده تلویزیون هم راه اندازی کنیم، اگرچه با کمک های اپوزیسیا باشد، پیمان ملی، نهضت و گروه های دیگر هم باشند، باید این تلویزیون مالی مردم باشد، باید منبری مردم باشد، ربط به هیچ گروه حزبی نداشته باشد. اگر ما بگیم که ما کمک میکنیم یا تلاش میکنیم، زحمت میکشیم و با تشبث ما این تلویزیون راه اندازی شده است، باید که تنها نقطه نظری ما را بگیرد، پس از تلویزیون‌های حکومتی هیچ فرقی نخواهد داشت، تکرار همون میشود. ما باید تلاش کنیم، بخصوص روزنامه‌نگارانی که در خارج هستند، این کار را باید آنها انجام بدهند، نه پیمان ملی، نه نهضت اسلامی، نه انجمن آزاداندیشان. خوب می بود که چنین رسانه ها را روزنامه‌نگاران انجام بدهند، جامعه شهروندی راه اندازی کند که اون را در خدمت همه ملت بگذارد. رسانه آزاد رسالتش همین است. اما متاسفانه با مشکلات زیادی که این هموطنان عزیز ما دارند نمیتونن این کارا کنند. اگر گروه شخص این اقدام رو کردنی هست، ما در خدمتشان هستیم. من اعتقاد به این دارم که تلویزیون باید حکومتی نباشد، تلویزیون باید اپوزیسیونی نباشد، تلویزیون باید حزبی نباشد. حتی اگر ما یک از برنامه‌هایی که ما داریم، اگر در آینده به تاجیکستان برگشتیم که انشاءالله خواهیم برگشت با سر بلند، یکی از برنامه‌ها این است که تمام تلویزیون‌های دولتی باید جمعیتی کرده شوند. حکومت نباید تلویزیون داشته باشد. مگر شما در بی بی سی مگر حکومتی است؟ از بودجه بریتانیا خرج می شود، اما تلویزیون جمعیتی است، خود حکومت رو
تنقید میکند، منبر به اپوزیسیا میدهد. یا تلویزیون‌های دیگری که در آمریکا هستند، در اروپا هستند، تنها در کشورهای دیکتاتوری حکومت تلویزیون دارد، همچون وسیله تبلیغاتی استفاده میبرد از بودجه دولت. در یک کشور دموکراتی حکومت نباید تلویزیون داشته باشد، حکومت باید یک سخنگو داشته باشد، سخنگوش هر روز بیاد با یک صحیفه در یک برآمدش موقع حکومت رو بیان کنه. نیاز به این همه تبلیغ و دروغ و شخصیت پرستی و واهمه نیست دیگر. اپوزیسیا هم باید که تلویزیون نداشته باشد. من اعتقادم این است، اپوزیسیا باید کمک کند، سهم بگذارد، تلویزیون رو راه اندازی کند، پیمان ملی هم، اما باید که مدیریتش، ادارهش و از همه مهم محتوای آن در اختیار یک گروه جمعیتی باشد و مستقلانه باید آنها عمل کنند. همون مقداری که به اپوزیسیا منبر میدهد، همون مقدار باید که به طرفداران حکومت منبر بدهد. اپوزیسیا رو تنقید کند، حکومت رو تنقید کند، هر دو طرف رو تعریف کند اگر جای تعریف کردن و ستایش داشته باشند. یعنی باید آزاد باشد. ما این برنامه رو داریم، اما باید بگم که خیلی دشوار هست. من مراجعتم توسط این صحبت، حالا که بهانه پیش آمد، از ملت عزیز این است: اگر یک گروه از فرزندان شما در خارج این تصمیم رو گرفتن، من خواهشم این است که با تمام امکاناتون کمک کنید. منظورم پیش از همه کمک پولی هست و کمک کادری هست. مطمئن باشید که هیچ کشوری، هیچ سازمان برای ملت تاجیک برای کردن تلویزیون پول نمیدهد. ما این را با کمال مسئولیت میگیم. اپوزیسیا هم خب در داخل تاجیکستان بودیم، امکانات داشتیم، تجارت بهتر بود. الان اپوزیسیا تاجیکستان هم اون امکاناتی را که در داخل تاجیکستان داشت ندارد که حالا ما بیایم یک تلویزیون مستقل را با مبلغ ها و امکانات خودمان راه اندازی کنیم، اون را در اختیار ملت بگذاریم. ولی ما تا قدری که امکان دارد کمک میکنیم، تشبث رو به دست میگیریم، امکانات فنی و اینها رو آماده میکنیم. اما تلویزیون یک کاری بسیار پرخرج هست، کادر میخواهد، مبلغ میخواهد، ماهانه و حقوق و معاش میخواهند کارمندان آنها، افیر گران هست. برای این باید که ملت خودش کمک کند. اگر ملت نیاز به چون یک تلویزیون دارد، من فکر میکنم که نیاز هست، ضرورت هست. انشاءالله اگر در روزهای نزدیک بعد این سوال ما حتما از بعضی از برادران روزنامه‌نگار خواهش میکنیم که تشبث رو به دست بگیرن، فعالیت حزبی رو اگر کنار بگذارن، بیان همچون ژورنالیست کار کنن، ژورنالیستان مستقل در صحنه بیان و ما هم در خدمت هستیم، وظیفه خود میدونیم که کمک کنیم، اما مسئولیت اساسی رو به دوش ملت باید بگذاریم. ملت خودش باید پشتیبانی از این طرح ملی کند. خب دوستی عزیز، اینجا سوال داشت که پیمان ملی تاجیکستان در این معرکه که راه اندازی شد که من اعتراض دارم علیه گرانی اینترنت شریک است یا نیست. بله، پیمان ملی تاجیکستان نه تنها شریک است بلکه پشتیبانی میکند. شما میبینید که بسیاری از فعالان پیمان ملی تاجیکستان فعال هستند، شریک شدند. اما چرا ما نه آمدیم به واسطه پشتیبانی اساسی این طرح شویم؟ برای که نمیخوایم این گونه طرح‌های ملی چهره اپوزیسیونی بگیرد و خوب نیست که بعضی از طرح‌های ملی را ما بیایم فقط مونوپولی اپوزیسیا کنیم. باید فضا را باز ماند تا اینکه دیگر قشرهای ملت که اپوزیسیا نیستند، خود را اپوزیسیا نمیدانند یا اپوزیسیا هستند و با پیمان شریک نیستند، اونها در این طرح‌های ملی هم سهیم باشند، خود را سهیم بدانند، زحمت بکشانند و این را هم جزئی از فعالیت‌های خود بدانند. اگر پیمان ملی بیاد و این گونه طرح‌ها را مستقیما وارد شود، به اصطلاح صاحبی کند، من فکر میکنم که یک مقدار جایگاه این گونه طرح‌های ملی پایین میرود، اون دیگر صفت اپوزیسیونی میگیرد. هم حکومت بعد علیه این طرح میشود چون را طرح اپوزیسیونی میدونند و هم یک گروه از هموطنان ما که نمیخوان با حکومت باشن یا با اپوزیسیا باشن، اونها فاصله میگیرن. بنابراین من طرفدار آن هستم که پیمان ملی تاجیکستان در خدمت و کمک این گونه طرح‌های ملی باشد، نه اینکه بیاد خودش به واسطه این طرح‌ها رو به دوش بگیرد. اما اگر هر جایی که ببینیم که ضرورت است، پیمان ملی تاجیکستان مستقیما در پهلوی ملت خواهد بود و اینجا ما حس میکنیم که در این گونه حالات‌ها همه ملت باید با هم باشد و الکی این همبستگی احساس می شود و تمام قشرهای اهالی، حتی کسانی هم که
طرفدار حکومت هستند در این طرح ملی که اعتراض خود را به گرانشوی اینترنت بیان کرده ایستادند ما شریک شده ایستادیم و این نشان می‌دهد که وقتی که منفعت ملت هست، منفعت مردم هست، وقتی که دست درازی به جیب مردم هست، همه ملت میتواند سرجم شود و نشانه یا امیدی بسیار کلانی هست که در آینده هم در اطراف این گونه طرح‌ها ما با هم همکاری خواهیم کرد. خب دوستان عزیز، صحبت امروزمون خیلی طولانی شد مثل هر وقته، اما موضوع خیلی مهم بودن و سوالهایی که از طرف شما هم وارد شد خیلی اهمیت داشتن، باید جواب گفته میشد. من در اینجا صحبت رو به آخر میرسونم و تا صحبت‌های بعدی در پناه خداوند یکتا باشد و از دستاندرکاران این شبکه پیمان تیوی هم در استودیوی مرکزی از شما تشکر میگم برای برگزاری این صحبت خوب با مردم عزیز. گیرانکو تشکر میکنیم. یک سوال است بسیار التماس کرده است که جواب تیان. سوال از داخل کشور است، حتما نامش رو نمیگویم و تاکید هم کرده است و گفت است که اگر سوال پاسخ ندهین خب دیگر یک طرزی هم تاکید کرده است. سوالش همین که ما گویا سابق نهضتیان در داخل کشور ظاهرا در تاجیکستان هستیم و آزاد هستیم، ولی زیر تعقیب و فشار مقامات هستیم. ما چیکار کنیم؟ گفته است هجرت کنیم یا صبر کنیم؟ لطفاً به این سوال جواب دهید. و یک نفر دیگه فرهاد جان از فدراسیون روسیه مهاجر بسیار خواهش کرده است که همین سوالش نماند، چون 6-7 سوال داده است و به فرهاد جان میگویم که فرهاد جان تشکر میکنیم از شما. دیگر سوالاتون مانند است به سوالای قبلی و بعضی سوالها علاقه پاسخ گفتند. یک سوالشون رو میگویم که در سوال گفته است که ما چگونه میتوانیم به پیمان ملی تاجیکستان بپیوندیم. همین بود و هموطنان از همه شما تشکر میکنیم. سوال ها به همینجا قطع میشوند. در برنامه دیگر خدا خواهد سوال های شما رو پاسخ میتیم. بفرمایید دوستان. سلامت باشید. چون ما هم خداحافظی کردیم، برنامه رو قطع کردیم، ولی چون شما پافشاری دارید که دو سوال دیگه هم ادامه پیدا کند و دوام بدهیم، من تلاش میکنم کوتاه صحبت کنم. سوال اول از یک از سابق اعضای حزب نهضت از داخل کشور. بله، سوال شما خیلی مهم است و من وضعیت شما رو درک میکنم که تحت فشار و نظارت دائمی هستید. اما یادتان باشد بلافاصله بعد از حادثه‌های سپتامبر 2015 در ماه اکتبر من دستور صادر کردم که هیچ کس در داخل کشور حق ندارد از نام حزب نهضت اسلامی تاجیکستان فعالیت کند و فعالیت نهضت در داخل کشور قطع کرده می شود. این هم به خاطر آن بود که اعضایان حزب در داخل و طرفداران حزب از شکنجه و فشار رها بیابند و الحمدلله که تا جای این تاثیر داشت. اما درست است که حکومت جمهوری تاجیکستان بعداً این فشارها رو ادامه داد، به هر راه و وسیله با تهمت سلفیه و فعالیت‌های دیگر بسیاری از فعالان حزب را زندانی کردند و شکنجه کردند و اعترافات دروغین ویدیویی را از آنها به تکرار ثبت کردند، پهن کردند که این هم یک نمود شکنجه هست. اما در عموم ما فعالیت خود را در داخل کشور قطع کردیم. ما میدونیم که اعضا و طرفداران ما شمارهشون از 100,000 بیشتر است، چون وقتی که یک حزب در انتخابات حداقل اگر 10% آواز را بگیرد، حالا که آوازهای حزب نهضت و مراتب بیشتر بود، اما همونه که اعتراف میکرد حکومت 7-8%، این یک چیز نزدیکی از روی شماره انتخاب کننده ها 400-500 هزار می شود. یعنی ما با اعتراف خودی حکومت نزدیک 400-500 هزار اعضا و طرفدار داریم، اما اگر واقعیت رو ببینیم این از میلیون هم بیشتر می شود. و یعنی حزب نهضت ملت، جزء از ملت، اینو نمیتونن همه رو زندانی کنن، همه رو شکنجه کنن. فقط خواهش شما این است که شما دست به هیچ گونه فعالیت در داخل تاجیکستان نزنید.
هر وقت که لازم شد و شرایط پیش آمد ما خودمان خواهش میکنیم اعلام میکنیم. اما الان اگر هر کسی سابق اعضای نهضت اسلامی تاجیکستان رو در داخل کشور بیاره شکنجه کند بگوید که این برای فعالیت حزبی زندانی شد، بداند که دروغ گفته است، تهمت کرده است، قانون شکنی شده است. حکومتداران باید بدانند، اعضای نهضت باید بدانند که ما فعالیت خود را در داخل کشور قطع کرده ایم. اما سوال این است که آیا هجرت کنیم یا نه؟ به این هم فشار بالا زیاد هست و همیشه تحت نظارت فشار هستید. ما درک میکنیم واقعا آسان نیست برای شما در داخل کشور این همه تهمت و تحقیر را تحمل کردن. کسانی که امکانیت هجرت دارند، حالا نمیگم به کجا، و تصمیم را گرفتن، شما حق دارید. شهروند تاجیکستان آزاد است که جای زیستش را خودش انتخاب کند. شما میتوانید هجرت کاری کنید، هجرت سیاسی کنید و همه گونه هجرت برای یک شهروند آزاد تاجیکستان از طرف قانونگذاری اجازه داده شده است. اگر شما تصمیم گرفتید که دیگر در داخل تاجیکستان چه از لحاظ سیاسی و چه اقتصادی زندگی کردن دیگر امکان ندارد، شما میتوانید هجرت کنید و امروز نزدیک 2 میلیون هموطن ما مهاجر هستند. یک قسم برای پیدا کردن رزق حلال و یک قسم دیگر به خاطر همین فشارها. و شما هم جزء همین ملت هستید. تصمیم رو باید خودتون بگیرید. اگر هر وقت که لازم دانستید که کمک نیاز دارید، ما حتما وظیفه داریم این کمک رو کنیم. اما من پیشنهادم این است که تا لحظه که امکان دارد وطن رو ترک نکنید. وطن است. هیچ کس هجرت را یک جای مثلا امتیاز حساب نکند. اگرچه شرایط در اینجا به مراتب از تاجیکستان بهتر است، اما هجرت است. وطن برتریت‌های خودش را دارد. ما توصیه نهایی من این است که تا مقداری که امکان دارد در وطن باقی بمانید. اما اگر احساس کردید که نه دیگر این فشارها به حد رسیدن یا شرایط اقتصادی خیلی بد شده است، شما حق دارید طبق قانون‌ها، طبق تمام معیارهای داخلی و خارجی که هجرت رو انتخاب کنید و ما هم وظیفه دار هستیم که در خدمت شما باشیم. سوال دیگر این که چگونه به پیمان ملی تاجیکستان میتوان عضو شد. باید گفت که پیمان ملی تاجیکستان عضویت فردی را قبول ندارد. ما این گونه معیار نداریم. پیمان ملی عضویت ساختاری را قبول دارد. تا امروز 4 حزب و حرکت و سازمان عضو پیمان هستند. دیگرها میتوانند عضو یکی از این سازمان ها باشند. یعنی هر شهروند میتواند عضو یکی از این سازمان های 4 گانه باشد و به طور اتوماتیک او هم عضو پیمان حساب می شود. اما مستقیما هیچ کس نمیتواند عضو پیمان ملی باشد. و یا اگر میتوانند شهروندان جمهوری تاجیکستان جدا از این 4 سازمان یک سازمان دیگر را تأسیس بدهند و اگر آرمان و هدفهای پیمان ملی را قبول دارند، طبق معیارهای پیمان ملی فعالیت خود را ادامه دادن میتوانند در قطار این 4 سازمان پنجم یا ششم باشند. الان در چندین درخواست دیگر از طرف گروه های دیگر هم هست که میخوان که عضو پیمان ملی باشند. ما در مرحله بررسی هستیم و هر وقت که این به نتیجه رسید اعلان خواهد شد. اما شهروندان میتونند فعلا عضو یکی از این سازمان ها باشند و عضویت پیمان را دریافت کنند. خب دوستان عزیز، بار دیگر تشکر برای این صبر و تحمل که صحبت های ما را گوش کردید و بار دیگر به دستاندرکاران استودیوی مرکزی هم تشکر. تا صحبت های بعدی در پناه خداوند یکتا باشید. تشکر زیاد. هموطنان عزیز، اینجا برنامه ما به پایان میرسد. از یک و یکی شما تشکر میکنیم که تا این لحظه با ما بودید و سوال دادید، نظر دادید، درخواست های کردید در علاهیدگی. من بعد ما کوشش میکنیم که سوال های شما را مستقیما در رفت صحبت و راجع به موضوع مطرح کنیم. از همه شما بار دیگر تشکر میکنیم هموطنان که با ما بودید. خدا یار و یاورتان.